صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا، مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir. فصل اول از همه تحقیقات شروع شد. بعد بازجوی پرونده آقای پتر هاخ از متهمان بازجویی کرد. در پایان هم وکیل پرونده دکتر بلورنا از متهمان دفاع کرد. دکتر بلورنا وکیل دادگستری و از دوستان قدیمی پتر هاخ است. دکتر بلورنا هیچ وقت از روند بازجویی ها سر در نمی آورد. برای همین پتر هاخ همیشه نتیجه تحقیقات را پنهانی به اطلاع او می رساند. ما نباید پتر هاخ را به خاطر قانون شکنی کوچکش سرزنش کنیم. حتی باید از خطای کوچکش هم بگذریم. پس اگر گزارش اندکی آبکی و روان می شود معذرت می خواهم. کار دیگری از دستم بر نمی آید. با توجه به در نظر گرفتن پراکندگی منابع اصلی و فرعی پرونده نمی توان انتظار گزارش یک دست و هماهنگ داشت. کسانی که دورور یا داخل چاه‌های آب بازی کرده باشند منظور مرا میفهمند. کسانی که کودکی‌هایشان زیرآبی می‌رفتند، کسانی که جریان آب را عوض می‌کردند و کسانی که همین الان هم مشغول چنین بازی‌هایی هستند. آنها می‌دانند همه آب‌ها در نهایت به فاضلاب کانال‌های قانونی می‌ریزند. نمیتوان هیچ گزارشی را به جرم منابع پراکنده‌اش محکوم کرد. مهم فاضلاب‌هایی است که منابع را جمع کرده، البته کاملا قانونی. از این نظر خاطر جمع باشید. بگذریم. همین ابتدای کار بگویم که نتایج تحقیقات این پرونده بسیار خشن است. همه چیز از یک مهمانی شروع شد. یک مهمانی کوچک در شبی شلوغ. غروب چهارشنبه 2 فوریه سال 1974 همزمان با جشن و راهپیمایی کارناوال‌های شادی در شهر، خانم 27 ساله‌ای به نام کاترینا بلوم به مهمانی رفت. او ساعت 6:45 عصر خانه‌اش را به قصد مهمانی ترک کرد. 4 روز بعد از مهمانی ماجرای غم‌انگیزی برای زن جوان اتفاق افتاد. او به قتلی تکان دهنده اعتراف کرد. کاترینا بلوم در آپارتمان شخصیش ورنر توتگس خبرنگار روزنامه را کشت. کاترینا بعد از شلیک به خبرنگار از خانه خارج شد. او در فاصله زمانی ساعت 12:15 تا 19 در شهر قدم زد بدون آنکه احساس پشیمانی کند. به نظر می رسد آگاهانه قصد داشته به زندان بیفتد، اما جایی که گوتن عزیزش بود. برای همین به اداره پلیس رفت و به گناهش اعتراف کرد. خبر قتل خبرنگار همه جا پخش شد. روزنامه‌ها با لحنی تند و خشن خبر قتل روزنامه‌نگار را انعکاس دادند. توتگس خبرنگار روزنامه‌ای نه چندان معتبر بود، از آنهایی که اصطلاحاً به روزنامه زرد معروفند. روزنامه‌هایی که بی پروا و فقط برای شمارگان بیشتر روح و آبروی آدم‌ها را طعمه قرار می‌دهند. انگار کشته شدن یک خبرنگار مهمتر از مرگ دیگران است. تیترهای صفحه اول روزنامه‌ها درباره قتل توتگس دیوانه‌وار بود. آنها بزرگ نوشته بودند کاترینا بلوم قاتل است. قتلی فجیع به دست کاترینا بلوم. شغل مقدس خبرنگاری در خطر است. چرا باید خبرنگاران کشته شوند؟ چرا انسان خونسرد و آرامی مثل کاترینا بلوم باید نقشه قتلی فجیع را بکشد؟ چرا او دست به اسلحه برده است؟ همانقدر که قتل روزنامه‌نگار فجیع و تکان دهنده بود، خونسردی کاترینا هم برای همه عجیب و باور نکردنی بود. دوستانش کاترینا را راهبه صدا می‌کردند. او دختری ساده، مظلوم و آرام بود، اما چطور توانسته بود آدم بکشد؟ اصلا چرا آدم کشته بود؟ هیچ کس باور نمی‌کرد کاترینا در مدت 1 هفته آنقدر تغییر کرده باشد. او از دختری آرام و شریف به یک قاتل خونسرد تبدیل شده بود. منابع یاد شده همه ماجرا را برای شما شرح می‌دهند. قطعاً هیچ منبع خبری و گزارشی کاملا دقیق و بی‌نقص نیست، اما این همه بضاعت گزارشی در هم برای قضاوت است. قضاوتی کاملا بی‌طرف.
چهارشنبه بود. یک روز قبل از شروع کارناوال‌های شادی در شهر. کاترینا به مهمانی دعوت شده بود. مهمانی در خانه مادرخوانده‌اش خانم ولترزهایم برگزار می‌شد. کاترینا بلوزی قهوه‌ای و دامنی مشکی پوشید و ترجیح داد به جای ماشین شخصیش با مترو به مهمانی برود. شاید برای شما فرقی نکند او با چه لباس و ماشینی به مهمانی رفته بود، ولی برای پلیس خیلی مهم است. در مهمانی مأموران مخفی همه چیز را زیر نظر داشتند بدون آنکه کسی بداند. مأموران مردی به نام لودویگ گوتن را زیر نظر داشتند. او مجرمی فراری بود که از 1 سال پیش پلیس در جستجویش بود. مأمورها او را در مهمانی مورد نظر یافتند و زیر نظر گرفتند. تروریست‌ها و آنارشیست‌ها در تقابل با دولت همه جا را به آشوب و خشونت کشانده بودند. مردم از آنها بیم داشتند و پیگیر اخبار دستگیریشان بودند. گوتن هم یکی از آنها بود، از همانهایی که میگفتند تروریست است و حتی سرقت کرد و آدم کشته است. خیلی‌ها شهادت دادند که کاترینا بلوم و گوتن در مهمانی خیلی خودمانی به نظر می رسیدند. آنها خیلی راحت با هم حرف می زدند و می خندیدند. این در حالی است که آن دو هرگز یکدیگر را ندیده بودند و هیچ سابقه دوستی و آشنایی در بین نبوده است. البته این را کاترینا می گوید وگرنه از نظر دیگران به ویژه بازجوها چندان باور کردنی نیست. بعد از مهمانی کاترینا و گوتن با هم به خانه کاترینا رفته بودند. کارگاه پتر هاخ تمام شب خانه کاترینا را زیر نظر گرفته بود. ماموران مسلح کارآگاه همه خروجی‌های خانه را بسته بودند. حتی تلفن خانه کاترینا از اداره پلیس شنود می‌شد. صبح پنجشنبه گوتن هنوز از خانه کاترینا بیرون نیامده بود. هیچ تلفنی هم از خانه کاترینا بلوم به بیرون زده نشد. چاره‌ای نبود. بیشتر از این نباید صبر می‌کردند. مأموران پلیس به خانه کاترینا بلوم یورش بردند. آنها همه جای خانه را زیر و رو کردند. برای پیدا کردن گوتن همه جا را گشتند، اما گوتن آنجا نبود. در حالی که پلیس خانه را زیر و رو می‌کرد، کاترینا بی تفاوت گوشه اتاق ایستاده بود. هنوز لباس خواب تنش بود. تکه نانی عسل زده هم در دست داشت. کاترینا با فنجان بزرگی قهوه می نوشید و پلیس ها را تماشا می کرد. واضح است که با دیدن مأموران پلیس باید متعجب یا نگران می شد، ولی او با بیخیالی فقط نگاهشان کرده بود. واکنش خونسردانه کاترینا باعث شد مورد شک و اتهام قرار بگیرد. پترها از او پرسید: گوتن کجاست؟ ما می دونیم تمام شب اینجا بوده. حالا کجاست؟ چجوری فراریش دادی؟ کاترینا با خونسردی گفته بود: من نمیدونم کی رفته. وقتی از خواب بیدار شدم دیدم نیست. اصلا میدونی گوتن کیه خانم کاترینا بلوم؟ میدونی چه بلایی سر این کشور آورده؟ چرا تمام شب خونه شما بوده؟ دیشب چه اتفاقی افتاد؟ دربارش توضیح میدید یا اینکه خجالت میکشید؟ کاترینا شرم زده گفت: دوست ندارم درباره مسائل خصوصیم حرف بزنم. بازرس با طعنه گفت: کاش میگفتی، دوست داشتم بشنوم. کاترینا سکوت کرد. وقتی بازرسی خانه تمام شد، مأمورها همه نوشته‌ها و یادداشت‌های کاترینا را برداشتند. کتابخانه‌اش را هم بررسی کردند. او سرجم 4 رمان عشقی و 3 رمان جنایی داشت. کاترینا باید لباسهایش را عوض می‌کرد. او را همراه یک مأمور زن به اتاقی بردند. مأمور زن در اتاق را نیمه باز گذاشت. 2 مرد مسلح پشت در اتاق ایستاده بودند. پترهاخ گفت: باید با ما بیای اداره پلیس. لوازم شخصیت مثل مسواک و حوله هم با خودت بردار. جای تو باشم یک کتاب هم برمیدارم. آخه ممکنه بازداشت بشی. چرا؟ من که کار خلافی نکردم. هاخ گفت: باید به اطلاعات برسونم آقای گوتن سخت تحت تعقیبه. به خاطر ترور و هرج و مرج، به خاطر دزدی‌های مسلحانه از بانک، به خاطر قتل و جنایت. و حالا آقای گوتن خطرناک و تحت تعقیب یک شب رو تو خونه شما گذرونده خانم کاترینا بلوم. وقتی کاترینا را از آپارتمانش بیرون بردند، حدود 11 صبح بود. پلیس به دستهایش دستبند نزد. همه زنهای آپارتمان برای دیدن کاترینا از خانه‌هایشان بیرون آمده بودند. محله شلوغ شده بود. شوینر، عکاس روزنامه هم آنجا بود. به محض اینکه کاترینا همراه مأموران از آسانسور خارج شد، از او عکس گرفت.
کاترینا وسایل زیادی در دستش بود، نمیتوانست همزمان صورتش را بپوشاند. شوینر هم از این فرصت استفاده کرد، عکسهایی با موهای به هم ریخته و چهره‌ای آشفته از کاترینا گرفت. کاترینا را به اداره پلیس بردند و این اول ماجرا بود. به محض اینکه کاترینا بلوم به اداره پلیس رسید، بازجویی‌ها شروع شد. هر چیزی را که مربوط به رعایت حقوقش بود به او شرح دادند. از او خواستند تا شرح کاملی از خودش بگوید، آنچنان که چیزی از قلم نیفتد. حتی کوچکترین جزئیات برای بازجوها مهم بود. کاترینا روبروی دادستان و پترهاخ ایستاد و گفت: من کاترینا بلوم هستم. 27 سالمه. متولد شهر گملزبوریش. پدرم پتر بلوم کارگر معدن بود. تو جنگ ریه‌هاش آسیب دیده بود. وقتی 6 سالم بود مرد. برای همین مجبور شدم از بچگی کار کنم. مادرم هم خدمتکار خونه‌های مردم شد. من تو خونه همسایه‌ها و اهالی ده کار می‌کردم. حتی وقتی مدرسه می‌رفتم تو برداشت محصول کمکشون می‌کردم. تا اینکه یکی از خاله‌های مادرم سرپرستیم رو قبول کرد. خاله مادرم مادر خوندم شد. وقتی مدرسم تموم شد، مادر خوندم توی قصابی برام کار پیدا کرد. بزرگتر که شدم، کمکم کرد برم دانشگاه. تو دانشگاه رشته اقتصاد خانواده خوندم. با معدل خیلی خوبی هم دانشگاه رو تموم کردم. بعد با دوست برادرم که کارگر نساجی بود آشنا شدم. چند ماه بعد هم با هم ازدواج کردیم. همسرم درآمد کمی داشت، برای همین مجبور شدم برم سر کار. این دفعه توی رستوران. کاترینا یاد خاطراتش افتاد و آه کشید. بعد 6 ماه دیگه نمیتونستم شوهرم رو تحمل کنم. اصلا دلم نمیخواد درباره جزئیاتی صحبت کنم. هرچی بود باعث شد از هم طلاق بگیریم. دوباره پیش مادر خوندم برگشتم و توی یه شرکت کار پیدا کردم. اما چند هفته بعد رئیس شرکت رو به خاطر تقلب مالیاتی دستگیر کردند. رئیس شرکت ازم خواست در نبودش به کارهای شرکت رسیدگی کنم. قرار شد از خونه و باغش هم مراقبت کنم. گاهی تو بازداشتگاه براش غذا می بردم. اما وقتی به طور کلی محکوم شد و افتاد زندان، شرکتش تعطیل شد. خونش هم مصادره کردند. البته رئیسم همه حقوقم رو به هم داد. خیلی بیشتر از چیزی که انتظار داشتم. چند ماه بعد با آقای بلورنا و همسرش آشنا شدم. آقای بلورنا رو که میشناسین، جناب پترهاخ، هم کلاستون، آقای بلورنای وکیل. خود شما تا حالا وکالت خیلی ها رو بهش دادین. خانم بلورنا هم معمار معروفیه. حتما بارها توی تلویزیون دیدینش. آقای بلورنا و همسرش تو ویلا زندگی میکنن. من کار خونهشون رو انجام میدادم. بهم گفتن میتونم تو خونهشون زندگی کنم. ولی من قبول نکردم. میخواستم مستقل باشم. یکم پول داشتم، با ضمانت آقای بلورنا هم وام گرفتم. تونستم خونه بخرم. 4 ساله از صبح تا عصر کار خونهشون رو انجام میدم. براشون خرید میکنم، شامشون رو آماده میکنم، لباساشون رو میشورم، عصر هم میرم خونه خودم. بعد یه استراحت کوتاه میرم خونه خانم و آقای هیپرتز. خانم و آقا خیلی پیرن، نمیتونن کاراشون رو خودشون انجام بدن. شنبه و یک شنبه هم از هر 2 تا خانواده اضافه کار میگیرم. تازه ماشین خریدم، یه فولکس قرمز. حالا که ماشین دارم، سر کار رفتم برام راحت تر شده. دیگه نگران دیر رسیدن مترو و اتوبوس هم نیستم. همین. این همه زندگی من بود و هست. بعد از بازجویی طولانی زمان استراحت شد. کاترینا قهوه و ساندویچ اداره پلیس رو نپذیرفت. پترهاخ کراواتش رو شل کرده بود. پشت میزش لم داده بود. غذا میخورد و همزمان با کاترینا حرف میزد. وسط حرفای بی سر و ته پیترهاخ،
کاترینا درخواست کرد به سلولش برگرده. او دیگر نمیخواست حرفای پترهاخ رو بشنود، اما پترهاخ معتقد بود کاترینا اهمیت بازجویی را نمیفهمد. دو نگهبان کاترینا را به سلولش بردند. آنها از قهوه و ساندویچ خودشان به او تعارف کردند، اما کاترینا تعارفشان را رد کرد. او به خوبی نگاه آلوده و لحن چندشاور مأمورها را حس می کرد. کاترینا روی صندلی سلولش نشست، سیگار کشید و با دیدن توالت کثیف سلولش بالا آورد. پزشکی آوردند تا معاینه اش کند. ضعف و شوک حوادث حالش را بد کرده بود. کاترینا غذای اداره پلیس را نخورد. خواست از کافه‌ای برایش قهوه و کیک بگیرند. یکی از نگهبانها پیشنهاد داد تا مهمانش باشد، اما کاترینا نپذیرفت. اصرار داشت خودش پولش را بپردازد و نگهبان زیر لب گفت چه خانم بی احساسی. چند ساعت گذشت. پلیس نمیدانست با کاترینا چه کند، بازداشتش کند یا بگذارد برود. بنابراین بازجویی را ادامه دادند. پترهاخ از کاترینا خواست جوابهایش کوتاه باشد، به عبارتی کوتاه، اما کاترینا اصرار داشت کامل جواب دهد. درباره مادر خاندش خانم ولترزهایم سوال کردند. کاترینا گفتم که خاله مادرمه، همیشه هوای من رو داشته. چهارشنبه یعنی دیشب به خاطر شروع کارناوال ها مهمونی گرفته بود. منم دعوت کرد. بعد از 4 سال به مهمونی میرفتم. البته 2-3 باری تو مهمونی خانواده بلورنا بودم، ولی تو مهمونی های خانواده بلورنا کار میکردم، پذیرایی میکردم، ظرفا رو میشستم. یه بار وقتی کارم تموم شد دکتر بلورنا ازم خواست برم بین مهمونا، اما من دوست نداشتم برم تو جمعشون. از نگاه مردای تو مهمونی و اصرارشون برای رسوندنم به خونه بدم میومد. از وقتی ماشین خریدم دیگه از دست همچین تعارفای خلاص شدم. دیگه کمتر به هم پیله میکردن. البته باید بگم آقای پترهاخ رو هم چند باری تو مهمونیاشون دیدم. پترهاخ سرخ شد. نمیدانست چه بگوید. کسی هم جرأت نداشت چیزی بپرسد. آیا پترهاخ هم در مهمانی ها به او پیله می کرده؟ هیچ وقت معلوم نشد. زمان بازجویی خیلی طولانی شد. صورت جلسه را دادند کاترینا امضا کند. کاترینا با دقت تک تک جمله های صورت جلسه را تصحیح می کرد. مثلا کاترینا گفته بود آقایون به من پیله می کردند، ولی در صورت جلسه نوشته بود آقایون عاشقم می شدند. کاترینا از تغییرات نادرست پرونده آشفته می شد. اصرار می کرد عوضش کنند، اما پترهاخ گهگداری می گفت این 2 جمله خیلی با هم فرق ندارن. ای بابا داری وقت ما رو هدر میدی. و کاترینا فریاد می زد پیله کردن رفتار یه طرفه‌ایه، یه جور کار تحمیلیه، ولی عاشق شدن 2 طرفه است و ستایش برانگیزه. اگه عوضش نکنین صورت جلسه رو امضا نمی کنم. این موضوع برای کاترینا مهم بود. یکی از دلایل او برای جدا شدن از شوهرش همین مسئله بود. شوهرش هیچ وقت رفتار عاشقانه‌ای با او نداشت، پس نباید عشق را با هرزگی اشتباه گرفت. پلیس از همسایگان کاترینا هم بازجویی کرد. آنها درباره کاترینا چیزی نمی‌دانستند، فقط گاهی او را در آسانسور می‌دیدند. می‌دانستند یک فلکس قرمز دارد. رفتارش مؤدبانه اما سرد و نچسب است. آنها اطلاعات بیشتری نداشتند. فقط یکی از همسایه‌ها گفت تقریباً 2-3 هفته پیش مرد خوشتیپی رو دم در خونه‌اش دیدم. آقای شبیه پولدارا بود. فکر می‌کنم 40 سالی داشت. پترهاخ از کاترینا خواست درباره آقای مهمان توضیح دهد. او با لحن کنایه‌آمیزی پرسید ببینم خانم بلوم، آقای مهمان از آقایون توی مهمونی ها نیست؟ از آقایونی که تو رو تا خونت میرسوندن؟ کنایه بازپرس کاترینا را عمیقاً ناراحت کرد. از شدت خشم سرخ شد و گفت مگه مهمونم چه جور میکرده که باید دربارش حرف بزنم؟ پترهاخ با فریاد گفت ما داریم موضوع مهمی رو بررسی میکنیم خانم بلوم، یه موضوع خیلی مهم، موضوع گوتن. 1 ساله که دنبالشیم. حالا درست جوابم رو بده. مهمونت یه فرد خاص و ثابت بوده یا نه؟ در موردش بگو. هیچ اشکالی نداره که با یه مرد ملاقات داشتی. حتما عاشقت بوده. بهت که پیله نمی‌کرده. می‌کرده؟ کاترینا سکوت کرد. دیگر حاضر نبود به بازجوها جوابی بدهد. پترهاخ گفت خانم بلوم، شما چند ساله که گوتن رو میشناسین، درسته؟ کاترینا به گوشه خیره شد و با لحنی آرام گفت تا دیروز
هیچ وقت ندیده بودمش. پس آقای مهمان چی؟ این موضوع فرق داره. خیلی شخصیه. دوست ندارم درباره آقایی که مهمونم بوده باهاتون صحبت کنم. یا بندازینم زندان یا آزادم کنیم. من دیگه به سوالای شما جواب نمیدم. پتر هاخ سکوت کرد و بعد در کمال ناباوری او را با مأموری به خانه‌اش فرستاد. مأمور در مسیر به کاترینا توصیه کرد به هیچ وجه به تلفن دست نزن. شنود میشه. روزنامه ها رو هم نخون. چیزای خوبی دربارت ننوشتن. وقت برگشتن مأمور به پتر هاخ گزارش داد برای کاترینا ناراحتم. نگرانم بلایی سر خودش بیاره. خیلی خسته و درمونده است. توی مسیر بهش پیشنهاد دادم جایی قهوه بخوریم. قبول کرد. اما وقتی خواستم تا در خونه برسونمش نذاشت. بهم گفت به اندازه کافی مهمون آقا داشته. راستش من فکر نمی کنم کاترینا شریک جرم باشه، ولی اگه تو بازداشت بمونه براش بهتره. نگرانم بلایی سر. صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا. مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir فصل دوم. بعد از ظهر پنجشنبه بود. آقا و خانم بلورنا از شب قبل به تعطیلات رفته بودند. هر دوشون تو کوههای پوشیده از برف اسکی می کردند. وقتی ایستادن تا زیر آفتاب مه گرفته چای بخورند، تودگس خبرنگار به سمتشان رفت. او خودش را به سرعت رسانده بود تا داغ‌ترین خبرها از آن او باشد. تودگس بی مقدمه درباره کاترینا پرسید. به نظرتون کاترینا بلوم با خرابکارا در ارتباطه؟ آنها با تعجب خبرنگار را نگاه می کردند. نه چیزی می دانستند و نه چیزی شنیده بودند. آخرین بار کاترینا را دیروز دیده بودند. او خانهشان را تمیز کرده بود. بعدش آنها سوار هواپیما شده بودند و کاترینا به مهمانی خانم ولترزهایم رفته بود. آقای بلورنا گیج و عصبانی گفت شما از کدوم روزنامه اید؟ کاترینا را از کجا میشناسین؟ امکان نداره کاترینا کار خلافی انجام داده باشه. تودکس گفت خانم بلوم گوتن رو یه شب تو آپارتمانش مخفی کرده. بعد هم فراریش داده. گوتن همون خرابکار مشهور که پلیس یه سال دنبالشه. این مسئله ملیه. آقای بلورنا گیج شده بود. نمیدونست چه بگوید. سکوت کرد. تودکس گفت تا چند ساعت دیگه اسم کاترینا بلوم روی صفحه اول روزنامه هاست. میشه چند تا از خصوصیات شخصی خانم بلوم رو بگین؟ در ضمن اضافه کنم سکوت شما عواقب بدی داره. آقای بلورنا با عصبانیت گفت کاترینا انسان شریف و فهمیده‌ایه. فقط یه ذره سرد و نچسبه. همین. آقای بلورنا از حرف آخرش پشیمان شد، اما نمیتوانست به عقب برگردد. نمیدانست چطور باید جواب خبرنگار را بدهد، اما همینقدر اطلاعات برای خبرنگار کافی بود. تودگس سوار ماشینش شد و رفت. آقای بلورنا چندین بار با دستپاچگی و نگرانی به کاترینا زنگ زد، اما کاترینا تلفنش را جواب نمیداد. عصر پنجشنبه وقتی خانم بلورنا روزنامه را باز کرد، با تیتری عجیب مواجه شد. در صفحه اول با حروفی بزرگ نوشته شده بود کاترینا بلوم معشوقه گوتن است. گوتن دزد مسلح معروف شب گذشته را در خانه او سر کرده. کاترینا بلوم باعث فرار بزرگترین دشمن کشور شده. این زن رد پای گوتن را پاک کرده است. کاترینا بلوم باز هم در معرض بازجویی‌های دیگری قرار گرفت، اما او هرگز در مورد آقای مهمان چیزی نگفت. آیا موضوع آقای مهمان با گوتن ارتباط دارد؟ آیا خانه او پایگاه توطئه‌های گروهی بوده است؟ چطور می شود زنی 27 ساله خانه‌ای از خودش داشته باشد، آن هم با حقوق ناچیز خدمتکاری؟ روزنامه‌ها نوشتند فردا در این باره بیشتر می نویسیم. روزنامه حرفهای آقای بلورنا را تحریف کرده بود. آنها از زبان او نوشته بودند کاترینا به سردی یخ است، پس حتما می تواند مرتکب جنایت شود.
آنها از زبان کشیشی که کاترینا را از کودکیش می شناخت نوشته بودند کاترینا میتونه هر جنایتی بکنه. آخه پدرش یک کمونیست بود. مادرش هم مستخدم کلیسا بود. مادرش بارها از کلیسا دزدی کرده بود. آقا و خانم بلورنا از خواندن مطالب روزنامه‌ها بسیار ناراحت و سردرگم بودند. اخبار روزنامه‌ها باعث شد کاترینا خودش با آقای بلورنا تلفن کند. و از آقای بلورنا پرسید حرفایی که از زبون شما تو روزنامه‌ها نوشتن درسته؟ شما واقعا این حرفا رو زدین؟ و آقای بلورنا با صداقت تمام برایش توضیح داد اینطور نبوده. کاترینا هم با حسن نیت گفت میدونستم حرفای شما نیست. دروغ و هیاهو جزو کارشونه. تازه امروز صبح رفتن بیمارستان سراغ مادرم. حتی سراغ شوهر سابقم هم رفتن. کمی بعد آقای الویز به خانم و آقای بلورنا زنگ زد. او دوست مشترک کاترینا و خانواده بلورنا بود. آقای الویز با عصبانیت به آقای بلورنا گفت باید زودتر برگردین. باید وکالت کاترینا رو بگیری. این دختر بهت احتیاج داره. آقا و خانم بلورنا هم چمدان‌هایشان را بستند و به سمت فرودگاه برگشتند. پروازها به دلیل مه زیاد تأخیر داشت. بنابراین تصمیم گرفتند با قطار به فرانکفورت برگردند. مسیری که بسیار خسته کننده، طولانی و غم‌انگیز بود. آقا و خانم بلورنا در طول سفر درباره کاترینا با هم حرف زدند. یادشان آمد چطور به او دلگرمی می‌دادند تا بدبختی کودکیش را فراموش کند. چطور کمکش کردند بحران طلاق را از سر بگذراند. چطور راضیش کردند به کمک آنها وام بگیرد تا خانه‌ای برای خودش بخرد. آنها اعتقاد داشتند کاترینا زندگی خانوادگی بلورنا را نجات داده بود. او با برنامه‌ریزی دقیقش مخارج آنها را به حداقل رسانده بود. صبح جمعه خانم و آقای بلورنا به فرانکفورت رسیدند و خسته از قطار پیاده شدند. روی زمین ایستگاه پر از روزنامه بود. عکس و اسم کاترینا در صفحه اول همه روزنامه‌ها به چشم می‌خورد. روزنامه‌ها نوشته بودند کاترینا هنوز هم ساکت است. او اطلاعاتی درباره گوتن نمی‌دهد. پلیس هر لحظه در آماده باش است. خانم بلورنا یکی از روزنامه‌ها را برداشت و سوار تاکسی شدند. در مسیر خانه راننده تاکسی گفت تا دیدمتون زود شناختمتون. عکس شما هم تو روزنامه است. شما وکیل همین زنه کاترینا بلوم فاسدین. آقای بلورنا به راننده پول بیشتری داد تا به کسی چیزی نگوید. وقتی به خانه رسیدند از طرف الویز تلگراف داشتند. آقای الویز گفته بود چرا اینقدر منتظرم میذاری؟ خیلی زود به هم زنگ بزن. ساعت 8 صبح بود. همیشه رأس ساعت 8 کاترینا صبحانه‌شون را آماده میکرد. او میز را میچید و چند شاخه گل روی میز میگذاشت. چندین مدل نان، عسل، تخم مرغ و قهوه برایشان میآورد. اما آن روز خود خانم بلورنا چند تکه نان خشک و عسل برای صبحانه‌شان آورد. او با ناراحتی گفت با این همه حرف و حدیثی که برای کاترینا درست کردن دیگه هیچ وقت حالش مثل قبل نمیشه. اگه پلیس هم دست برداره روزنامه‌ها دست بردار نیستن. بدتر از روزنامه مردمن. سالها عذابش میدن. آقای بلورنا با ناراحتی روزنامه صبح جمعه را برداشت و خواند. شواهدی داریم تا گذشته تاریک کاترینا بلوم را برای شما روشن کنیم. تودکس خبرنگار 3 مصاحبه جنجالی داشته است. مصاحبه اول مربوط به مادر کاترینا بلوم است. آنها مادر کاترینا را به سختی پیدا کردند. او به تازگی سرطان گرفته و در یکی از بیمارستان‌های شهر بستری است. مدت هاست که کاترینا بلوم به دیدار مادرش نرفته است. وقتی موضوع اتهام دخترش را به او گفتیم، مادر کاترینا گفت بله، بعید نبود. بالاخره باید همینطوری تموم میشد. نفر دوم شوهر سابق کاترینا بلوم است. او کارگر کارخانه پارچه بافی است. کاترینا به جرم عدم تمکین محکوم به طلاق از شوهرش شد. شوهر سابقش با گریه گفت حالا فهمیدم چرا من رو ول کرد. خوشبختی کوچیک ما براش کم بود. با این چیزایی که شما میگین پس میخواسته پولدار بشه. آخه من کارگر چجوری میتونم ماشین پورشه بخرم؟ ببینین این عاقبت افکار غلط سوسیالیستیه. کاترینا یه خدمتکار بوده. چجوری ثروتمند شده؟ این نتیجه کار شرافتمندانه نیست. چقدر خوشحالم ازش بچه ندارم. انگار عشق دزد و جانی براش با ارزش‌تر از یه عشق صادقانه بوده.
نفر سومی که با او مصاحبه کردیم زوج پیری به نام هیپرتس هستند. کاترینا 3 سال است که برای آنها کار می کند. آقای هیپرتس استاد بازنشسته دانشگاه است. او گفت کاترینا تو هر کاری زیاده روی میکنه. احتمالاً ما رو بارها فریب داده. دکتر بلورنا از خواندن خبرها به شدت عصبانی شد. او با عصبانیت به آقای هیپرتس تلفن زد. آقای هیپرتس قسم خورد که به خبرنگاران گفته کاترینا در کمک کردن به مردم افراطی است. در صفحه آخر روزنامه هم عکسی از آقا و خانم بلورنا بود. عکسی کنار استخر. زیر عکس نوشته شده بود آقای بلورنا وکیل پردرآمد و همسرش در خانه شخصیشان. این 2 نفر قبلا از فعالان سیاسی بودند. آنها در این ماجرا چه نقشی دارند؟ از پنجشنبه شب تلفن‌های تهدیدآمیز به کاترینا شروع شد. حتی عکس‌هایی از شکنجه و آزار زنان هم به خانه‌اش پست می‌شد. آقای بلورنا پیگیر تماس‌ها و عکس‌های مزاحم بود، اما او به درستی نمی‌دانست چه کسانی کاترینا را اذیت می‌کنند. چه کسانی از حرف‌های تهدیدآمیز و مزاحمت‌ها سود می‌برند. اما شب، یعنی پنجشنبه شب، تلفن دیگری کاترینا را خوشحال کرد. همان شب گوتن با او تماس گرفت. گوتن با کاترینا حرف زد، اما کاترینا از گرفتاری‌هایی که برایش پیش آمده بود چیزی نگفت. نمیخواست گوتن حس کند مقصر گرفتاری‌های پیش آمده برای اوست. کاترینا به گوتن گفت گوتن جایی که هستی راحته؟ گوتن گفت اینجا همه جور وسایل راحتی هست. تو نگران من نباش. فقط اینو بدون خیلی ازت خوشم اومده. شاید یه ماه دیگه یا یه سال دیگه بیام و ببرمت پیش خودم. نمیدونم کجا. تو فقط صبر کن. خواهش میکنم هر چند سالی که طول کشید فقط صبر کن. آنها بیشتر از 10 دقیقه با هم حرف زدند. حرفهای عاشقانه. حتی درباره آینده و فرزندانشان هم نقشه ها کشیدند. از آن سو دادستان همه ی حرفهای آنها را شنیده بود. هرچند نتوانست اطلاعاتی از گوتن به دست بیاورد، ولی با خوشحالی گفت آدم نباید پشت تلفن حرفای عاشقانه بزنه، نباید احساساتش رو بیان کنه. اینجور مکالمه ها کسایی رو خوشحال میکنه که فکرشم نمی کنید. آقای بلورنا و خانم ولترزهایم متوجه اشتباه کاترینا در این ماجرا شده بودند. کاترینا گوتن را فراری داده بود، جرمی که پایش را به دردسرهای زیادی کشانده بود و بعد از این هم میکشاند. آنها به کاترینا گوشزد کردند دلیل کارش هرچه بوده مهم نیست. از نظر قانون او مجرم است. اما کاترینا زیر بار نمی رفت. او می گفت من حاضرم هر کاری برای گوتن بکنم. گوتن همون کسیه که همیشه آرزو داشتم باهاش ازدواج کنم. کسی که دوست دارم پدر بچه هام بشه. هر چقدر طول بکشه منتظرش میمونم. صبح جمعه کاترینا به خانه خانم ولترزهایم رفت. مأموران تعقیبش کردند و او را از آنجا برای ادامه بازجویی‌ها به اداره پلیس بردند. در جلسه دوم بازجویی پترهاخ و آقای دادستان حضور داشتند. آقای دادستان برخلاف دفعه قبل رفتارش با کاترینا مؤدبانه تر بود. دادستان به خاطر خشونت‌هایی که علیه او شده بود معذرت خواهی کرد. او گفت اشیایی رو که از خونه خانم کاترینا بلوم برداشته بودیم صورت برداری کردیم. دفتر تلفن، دفتر حساب پس‌انداز، دفتر مخارج، پوشک مدارک و 3 دسته کلید. دادستان شرح اموال ضبط شده از خونه کاترینا رو اینطور اعلام کرد. 1. یه دفترچه تلفن سبز. انگار از 10 سال پیش همه شماره ها رو توش نوشته. از تلفن قصابی که تو 16 سالگی پیشش کار میکرده تا تلفن‌های همکارای امروزش. همه شماره ها کنترل شدن. هیچ مورد مشکوکی بینشون نبوده. 2. در دفتر حساب پس‌اندازش هر برداشت و واریزی با خط خودش بوده. هیچ مبلغ مشکوکی جابجا نشده.
هر ماه بدهی وامش رو به بانک پرداخت می‌کرده. از 2 سال پیش که با آقای مهمان در ارتباط بوده، پول بیشتری به حسابش واریز نشده. هر ماه مبلغی رو برای مادرش میفرستاده. مخارج مراقبت از قبر پدرش رو هم پرداخت میکرده. در خرید لوازم منزل و لباس هیچ خلافی وجود نداره. هر هفته برای برادرش که تو زندانه پول میفرستاده. قبض تلفن‌هاش هم عادیه. حسابدارمون میگه اگه کاترینا از اتهامات تبرئه بشه، دلش میخواد همکارش بشه، چون تو حسابداری خیلی دقیقه. 3. دفتر مخارجش. دفتر مخارجش به 4 قسمت تقسیم میشه: مخارج خانواده بلورنا، خانواده هیپرس و مخارج خودش. از این دفترچه متوجه شدیم بعضی از ماه‌ها خیلی کم خرج میکرده. بعضی ماه‌ها زیاد به سینما میرفته و برای خودش شکلات میخریده. بخش 4 مخارج اضافیشه، مثل خرج بنزین و لوازم یدکی ماشینش. به این قسمت که رسیدند، دادستان از کاترینا پرسید: خب خانم کاترینا بلوم، خرج اضافی برای بنزین یعنی چی؟ طی بررسی‌های ما فاصله خونه شما تا خونه خانواده بلورنا هیپرتس و خانم ولترزهایم 30 کیلومتره. با این حساب در سال میشه 80,000 کیلومتر، در حالی که اتومبیل شما عدد 110,000 کیلومتر رو نشون میده. حتی اگه ماهی 2 بار هم به دیدن مادر و برادرتون رفته باشین، 30,000 کیلومتر اضافی میاد. شما کجا میرفتین و کی رو ملاقات میکردین خانم کاترینا بلوم؟ تمام این مدت کاترینا به محاسبات گوش میداد. او قبلا در بازجویی‌ها زود عصبانی میشد و چیزی نمیخورد، اما آن روز بسیار آرام بود و چندین بار چای نوشید. سکوتی عمیق حاکم بود. همه فکر میکردند با چنین محاسبات دقیقی راز زندگی کاترینا بلوم آشکار میشود. کاترینا گفت: درسته، بیشتر از 30 کیلومتر در روز. من گاهی بی هدف رانندگی میکنم. هیچ وقت به پولش فکر نکردم. هر جایی که پیش میومد میرفتم. گاهی جنوب، گاهی غرب. البته نه که هر روز. روزایی که بارون میومد و بیکار بودم. آخه من یه زن تنهام. نمیتونم همش تو خونه بمونم. میترسم. گاهی میرفتم کلیسا. کلیسا به هم آرامش میداد. البته این اواخر دیگه کلیسا هم نرفتم. بعضیا مزاحمم میشدن. برای رفع تنهایی هیچ راهی بهتر از زدن به جاده و گوش دادن به رادیو نیست. تو بارون و جاده‌های پر از درخت رانندگی لذت بخشه. بعضی وقتا تا هلند و بلژیک هم میرفتم. یه قهوه میخوردم برمیگشتم. حدود ساعت 10 یا 11 میرسیدم خونه. حاضران جلسه ساکت بودند. آنها از دفاعیه کاترینا بلوم متأثر شده بودند. دادستان لبخند میزد و گاهی سر تکان میداد. او قطعاً از محاسبات دقیقش خوشحال بود. دادستان گفت: با توجه به اینکه وقت بازجویی در حال تمام شدنه، موارد دیگر رو خلاصه میگم. هیچ مورد مشکوکی در پوشه مدارکش نبود. دست کلیدها هم مربوط به خونه خودش و خونه خانواده بلورنا و هیپرتس بود. همه ساکت بودند. کاترینا لبخند میزد و به دادستان نگاه میکرد. همان موقع دادستان انگشتر یاقوتی از جیبش بیرون آورد. گفت: این انگشتر مال شماست خانم بلوم؟ کاترینا سریع جواب داد: بله. میدونین چقدر پولشه؟ دقیق نه، ولی باید زیاد باشه. ما این انگشتر رو پیش یه جواهر فروش بردیم. گفتن 10,000 مارک میارزه. باید به ما بگین از کجا آوردینش. این انگشتر مدرک خیلی با ارزشیه. شاید مربوط به دزدی‌های گوتن باشه. توی کشوی کمد شما بود. 2 ماه پیش ساعت 6 عصر با پست به آدرس شما ارسال شده. به ما بگین انگشتر از طرف کی بوده؟ از طرف گوتن؟ آقای مهمان؟ یا شاید هر دو یه نفرن؟ شما هزاران کیلومتر توی بارون کجا میرفتین؟ ببینین خانم بلوم، اگه دوستی داری که بهت نامه میده، برات انگشتر میخره، گاهی به دیدنت میاد، گاهی به دیدنش میری، این جرم نیست. اما اگه گوتن باشه جرمه. تمام حاضران فهمیدند کاترینا انگشتر را شناخته، اما از ارزش آن بیخبر است. کاترینا از اینکه دوباره درباره آقای مهمان حرف میزدند خجالت کشید. میترسید آبروی آقای مهمان برود. دوست نداشت او را وارد این ماجرا کند. پتر هاخ در ادامه حرفهای دادستان گفت: خانم بلوم، به نظرم شما مجرم نیستین. برعکس شما انسان ضعیف و رمانتیکی هستین. دوستاتون شما رو راهبه صدا میکنن.
زیاد مهمونی نمیرین چون بهتون پیله میکنن. از شوهرتون طلاق گرفتین چون تمکین نمیکردین. حالا برامون توضیح بدین چطور با یه نگاه عاشق گوتن شدین؟ همه اینها به خاطر عشق در یک نگاه بوده؟ کاترینا قاطعانه گفت درسته. من تو مهمونی با گوتن خیلی صمیمی و آشنا برخورد کردم، ولی اولین بار بود که همدیگر رو میدیدیم. ما به هم علاقه‌مند شدیم، ولی برای اولین بار بود که میدیدمش. قسم میخورم حتی اسمش رو دفعه اول تو بازجویی‌های شما شنیدم. من انگشتر رو از یه دوست هدیه گرفتم، نه از گوتن. این انگشتر هیچ ربطی به گوتن نداره، اما نمیتونم دربارش توضیح بیشتری بدم. دادستان پرسید چرا با ماشین خودتون به مهمونی نرفتین؟ شما که علاقه زیادی به رانندگی دارین. چون فکر میکردم ممکنه تو مهمونی نوشیدنی بخورم. ممکن بود نتونم موقع برگشت رانندگی کنم. به خاطر همین با مترو رفتم. البته تا حالا فقط یه بار نوشیدنی خوردم، اونم به اصرار شوهر سابقم. بعدش حالم بد شد. میترسیدم بازم حالم بد شه. ما این ادعا رو قبول نمی کنیم. حتما با گوتن از قبل قرار داشتی. قرار بود با ماشین گوتن از مهمونی برگردین. برای همین دیگه لازم نبود ماشین خودت رو ببری. کاترینا سرش را تکان داد و گفت نه، من فقط قبل از مهمونی خیال داشتم نوشیدنی بخورم، ولی بعد نخوردم. مثل همیشه. بازجویی از کاترینا تمام شد. دیگر کسی سوالی نداشت. کاترینا روزنامه‌ای را از کیفش بیرون آورد و با خشم گفت دولت نمیتونه در برابر این لجن‌نامه ازم دفاع کنه؟ نمیتونه حیثیت پایمال شده من رو پس بگیره؟ من میدونم شما حق دارین از من بازجویی کنین، حق دارین از جزئیات زندگی من باخبر بشین، اما نمیفهمم چرا روزنامه‌ها جزئیات بازجویی من رو مینویسن؟ چجوری میتونن این همه دروغ بهم نسبت بدن؟ دادستان گفت مردم علاقه زیادی به ماجرای گوتن دارن. مطبوعات باید گزارشایی مینوشتن تا ترس و وحشت مردم از گوتن کمتر بشه. حالا چون شما عامل این فرار بودین، به چهره مشهوری تبدیل شده این. خب این موضوع برای مطبوعات جالبه. البته میتونین ازشون صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا. مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir فصل سوم. خیلی زود نوبت بازجویی از خانم ولترزهایم مادرخوانده کاترینا رسید. در تمام مدتی که از او بازجویی می‌کردند کاترینا روزنامه می‌خواند. چای تعارفش کردند، قبول نکرد. نگهبانان می‌خواستند آرامش کنند. روزنامه‌های دیگری را به او نشان دادند. به او گفتند در روزنامه‌های دیگر حتی اسمش را هم ننوشتند. فقط در 4 سطر نوشتند زنی بیگناه گرفتار ماجرای گوتن شده است. کاترینا گفت هیچ کس روزنامه‌های معتبر رو نمیخونه. همه از این جور خبرها میخونن. سوال مهمی وجود داشت. این سوال تمام فکر پتر هاخ را مشغول کرده بود. گوتن چگونه به مهمانی خصوصی خانم ولترزهایم دعوت شده بود؟ بازجویی ها از خانم ولترزهایم شروع شد. او عصبانی تر از کاترینا بود. خانم ولترزهایم گفت 44 سالمه و با مردی به اسم کنراد نام زدم. آقای هاخ، قبل از هر چیز میخوام بهم بگین کی مسئول از بین رفتن زندگی یه جوونه؟ من کاترینا رو از بچگی میشناسم. داره ذره ذره جلوی چشمام از بین میره. از پنجشنبه تا حالا 50 سال پیر شده. خیلی زحمت کشید تا تونست آپارتمانش رو بخره، اما حالا میترسه پاش رو تو آپارتمانش بذاره. پتر هاخ صحبتش را قطع کرد. از او خواست فقط به سوالها جواب بدهد و درباره حضور گوتن در مهمانیش حرف بزند. خانم ولترزهایم سرش را تکان داد و گفت من حتی اسمش رو هم نمیدونستم. گوتن همراه 2 دختر از فامیلای دورم بود. یه مرد با لباس عربی هم همراهشون بود. مرد عرب خیلی باهاشون صمیمی بود. البته به نظرم مرد مشکوک و بیادبی بود. یادمه رفته بود توی توالت با تلفنش حرف میزد. بعد هم بدون تشکر و خداحافظی رفت. آقای باخ،
من حتی کوچکترین اتفاقای زندگی کاترینا رو میدونم. مطمئنم کاترینا هیچ وقت با گوتن قرار قبلی نداشته. البته درباره رانندگی‌های بی هدفش چیزی نمیدونم، اما درباره آقای مهمان میدونم. هر وقت کاترینا اجازه داد داستانش رو میگم. البته بعید میدونم رانندگی‌های بی هدفش به خاطر آقای مهمان بوده باشه. از آقای مهمان متنفرم. آخرش باعث دردسر کاترینا شد. ببینین آقای هاخ، مادر کاترینا الکلی بود. البته زندگی سختی هم داشت. شوهرش از جنگ ناقص برگشت، پسرش خلافکار بود. ازدواج کاترینا در واقع فرار از زندگی خانوادگیش بود. حتما میدونین که کاترینا یه بار طلاق گرفته. من بارها بهش گفتم شوهرش آدم مناسبی نیست. شوهرش مرد حقیر و خودخواهی بود. کاترینا با وجود زندگی سخت خودش و زندگیش رو ساخت. به تازگی تو امتحانات وزارت کار هم قبول شده. قرار بود یه شغل خوب بهش بدن. حالا شاید هیچ وقت هیچ جا استخدامش نکنن، همش به خاطر شایعات روزنامه‌های لعنتی. پیتر باخ گفت این مسئله مربوط به اداره آگاهی نمیشه. مطبوعات آزادن هر چی میخوان بنویسن. اگه کسی با افراد ناباب رفت آمد نکنه بهونه‌ای دست مطبوعات نمیده. البته باید بگم مقصر شمایین، شمایی که توجه نمیکنین چه کسایی به مهمونیتون میان. پس گفتین گوتن و یه مرد مرموز با لباس عربی؟ خانم ولترزهایم با عصبانیت گفت بهتون اجازه نمیدم به من درس زندگی بدین. حتما انتظار دارین از مهمونام کپی شناسنامه و پیشینه کیفری بگیرم. به هر حال شما هم شریک جرمین، ولی فعلا تا مشخص شدن جزئیات مرخصین. برای بار آخر بگین آیا گوتن و آقای مهمان هر دو یه نفرن؟ نه. نوبت بازجویی دو دختری بود که همراه گوتن به مهمانی رفته بودند. یکی از آنها دختری 17 ساله بود. دخترک خیلی ترسیده بود. مدام میگفت تا به حال پایش به اداره پلیس باز نشده. پتر هاخ از دختر خواست درباره خودش و آشناییش با گوتن حرف بزند. دختر گفت من فروشندم. با دوستم تو یه آپارتمان کوچیک زندگی میکنیم. دوستم تو کارخونه شکلات سازی کار میکنه. ما با خانم ولترزهایم و کاترینا فامیل دوریم. هممون به خانم ولترزهایم میگیم خاله. به کاترینا هم میگیم دختر خاله. قبل اینکه بریم به مهمونی خاله رفته بودیم به یه کافه معروف. همیشه هم مسخره‌مون میکرد که خیلی ساده و خوش‌باوریم. خب ما نمیخواستیم تنهایی بریم مهمونی. نمیخواستیم کسی بهمون بخنده. کافه خیلی شلوغ بود. تو کافه دنبال 2 نفر میگشتیم که با همون بیان. گوتن رو دیدیم. نمیشناختیمش. ازش خواستیم با ما بیاد مهمونی. خیلی راحت و زود قبول کرد. میگفت در حال سفره، نمیدونه شب کجا بره. یه مرد با لباس عربی هم کنارش بود. آقاه حرفای ما رو شنید. بهمون گفت تنهاست و حوصله‌اش سر رفته. ازمون خواست با همون بیاد. ما هم قبول کردیم. بعد 4 تایی با ماشین گوتن رفتیم خونه خاله. تو مهمونی کاترینا و گوتن با هم خیلی صمیمی برخورد میکردن. برامون جالب بود. انگار سالها همدیگر رو میشناختن. 3 نفر دیگر برای بازجویی مانده بودند. هر 3 از دوستان و همکاران خانم ولترزهایم بودند. آنها حوادث و اتفاقات آن شب را مثل هم توضیح دادند. گفتند گوتن همراه 2 دختر و 1 مرد عرب وارد مهمانی شد. آنها هم از برخورد صمیمی گوتن و کاترینا خیلی تعجب کرده بودند. یکی از آنها گفت وقتی کاترینا و گوتن با هم از مهمانی رفتن، مردی که لباس عربی تنش بود هنوز مونده بود. من داشتم میرفتم آشپزخونه یخ بیارم که دیدمش. رفت تو توالت با تلفنش حرف زد. به نظرم مشکوک بود. وقتی بیرون اومد خیلی سریع و بدون خداحافظی رفت. اداره آگاهی بار دیگر کاترینا را برای بازجویی احضار کرد. پتر هاخ معتقد بود کاترینا وقتی فهمیده دخترها به کافه می روند به گوتن تلفن کرده تا او هم به کافه برود. او به گوتن گفته با آنها دوست شود تا بدون هیچ جلب توجهی به مهمانی بیاید. از نظر پتر هاخ این کار خیلی ساده و امکان پذیر بود. اما کاترینا روزنامه را در دستانش مچاله کرد. سرش را تکان داد و بلند گفت نه. پتر هاخ دستور داد مرد عرب را پیدا کنند. عجیب بود. چرا تا آن لحظه هیچ اقدامی برای دستگیریش نشده بود؟ تمام مدت دادستان به عمد از شیخ عرب صحبت نمی کرد.
حالا که این موضوع برای پتر هاخ جدی شده بود، دادستان میخندید. در حالی که به زور جلوی خنده‌اش رو میگرفت توضیح داد مرد عرب از همکارای خودمون بوده. داشته به طور ناشیانه‌ای خبر رفتن گوتن رو به همکاراش میداده. لباس عربی پوشیده که تو کارناوال کمتر شناخته بشه. همه با شنیدن این موضوع خندیدند. پتر هاخ خجالت زده سعی کرد همراه دیگران لبخند بزنه. دادستان گفت ما میدونستیم کارناوال به خرابکارها کمک میکنه تا فرار کنن. برای همین از 36 ساعت پیش قدم به قدم گوتن رو تعقیب میکردیم. گوتن بعد از تاریکی هوا به شهر رسید. اول تو ایستگاه اتوبوس خوابید. بعد از همون دور و ور ماشین پورشه رو دزدید. صبح تو رستوران صبحونه خورد. صورتش رو تراشید و لباسش رو عوض کرد. ما حتی 1 دقیقه هم چشم ازش بر نداشتیم. اطرافش پر از مأمور مخفی با لباس عربی و کابویی بود. کوچکترین تماس‌هاش هم کنترل می‌شد. از همه کسایی که دیروز باهاش صحبت کردم بازجویی کردیم. از کارگر پمپ بنزین که پورشه رو براش بنزین زده، مرد روزنامه فروش، سیگار فروش، کارمند بانک که پول گوتن رو تبدیل کرده، همه این افراد اتفاقی گوتن رو دیدن. ولی بعید میدونم کاترینا بلوم هم اتفاقی دیده باشه. تماس تلفنی کاترینا با دخترها سر مهمونی رفتن، گرم گرفتن با گوتن، بیرون اومدن از مهمونی با هم، هیچ کدوم از اینا اتفاقی نیست. کاترینا یه راه مخفی بهش نشون داده، وگرنه با اونهای پلیس چطور فرار کرده؟ من مطمئنم کاترینا براش جا پیدا کرده تا مخفی بشه. خوب میدونه گوتن کجاست. به نظرم بهتره آزادش بذاریم، شاید سهلنگاری کنه و جای گوتن لو بره. کاترینا و خانم ولترزهایم مرخص شدند. کاترینا از خانم ولترزهایم خواست تا او را به خانه‌اش برساند. حتی از او خواست تا با او به آپارتمانش برود. کاترینا از تنها بودن در آپارتمانش می‌ترسید. خانم ولترزهایم همراه کاترینا به آپارتمانش رفت. حتی در آسانسور همسایه‌ها به او ظلم می‌زدند. رفت و آمد به خانه‌اش عذاب‌آور شده بود. به محض ورود به خانه‌اش تلفن زنگ خورد. فکر کرد گوتن است، اما مردی با صدای وحشتناک حرفای زشت و رکیکی پشت تلفن زد. کاترینا حتی دیگر از تلفن هم می‌ترسید، اما اجازه نداد خانم ولترزهایم تلفن را بکشد. شاید گوتن تلفن می‌کرد. روزهای بعد حوادث وحشتناک دیگری هم برای کاترینا اتفاق افتاد. مثلا صندوق پستیش پر از نامه بود. نامه‌هایی با محتوای ناخوشایند، غیر اخلاقی و تهدید کننده. خانم ولترزهایم قصد داشت نامه‌ها را پاره کند. خواندن نامه‌ها حتماً به کاترینا آسیب می‌زد. اما کاترینا به امید آنکه نامه‌ای از گوتن عزیزش در آنها باشد، همه نامه‌ها را خواند. نامه‌ها بی‌نام و نشان و آزاردهنده بودند. خیلی از نامه‌ها او را کمونیستی خطاب کرده بودند که قصدش آشوب است. برایش نوشته بودند استالین کاری از پیش نبرد، تو هم نمی‌توانی. تلفن پی در پی زنگ می‌خورد و مزاحمان رهایشان نمی‌کردند. نامه‌های عاشقانه و غیر اخلاقی همچنان از لای در یا به وسیله پست به خانه کاترینا می‌رسید. کاترینا کنترلش را از دست داده بود. آرام به آشپزخانه رفت و با ظاهری بدون خشم و با کمال خونسردی تمام بطری‌ها و ظرف‌ها را به سمت دیوار پرت کرد و شکست. هر چیز در آشپزخانه داشت همه را شکست. به حمام و اتاق خواب رفت. قوطی‌های شامپو، عطر و ادکلن‌ها را هم شکست. اما رفتارش به قدری خونسرد و قاطع بود که خانم ولترزهایم نتوانست چیزی بگوید. کاترینا هیچ وقت فکر نمی کرد آقای مهمان برایش مایه درد سر شود. آن مردک مسخره با جهانبینی احمقانش و انگشتر هدیه‌اش دردسرهای تازه‌ای برایش ساخته بود. دوستانش از او خواستند تا آپارتمانش را عوض کند، اما کاترینا قبول نکرد. اگر خانه‌اش را عوض می‌کرد، شاید گوتن او را گم می‌کرد. عصر جمعه بود. کاترینا قصد داشت برای شنبه و یک شنبه و جشن‌های کارناوالی جدید لباس کارناوالی تهیه کند. کسی نمی‌دانست انگیزه دقیقش از این کار چیست.
شاید قصد داشت خیلی زود به زندگی عادی برگردد و یا شاید استتاری بود تا با گوتن دیدار کند. در هر صورت به خاطر مد بودن لباس عربی از خانم خیاط خواست برایش یک دست لباس سفید عربی بدوزد. 2 مأمور، 1 زن و 1 مرد، با دقت بسیار کاترینا و خیاطش را زیر نظر داشتند. کاترینا در لباس 1 دست سفید بسیار زیبا و جذاب شده بود. ساعت 2:30 بامداد تلفن زنگ خورد. خانم ولترزهایم گوشی را برداشت. هنوز بله را نگفته تلفن قطع شد. تلفن برای بار دوم زنگ خورد و دوباره قطع شد. بار سوم و چهارم هم قطع شد. آنها مزاحمانی بودند که نشانی و شماره خانه کاترینا را از روزنامه پیدا کرده بودند. خیلی وقتها محافظت‌های خانم ولترزهایم هم بیفایده می‌شد. ولترزهایم نگذاشت کاترینا روزنامه‌های شنبه را نگاه کند. اما شب موقعی که خانم ولترزهایم خوابید، کاترینا به خیابان رفت. جعبه روزنامه را شکست و بدون انداختن پول روزنامه بیرون کشید. اخباری که درباره‌اش نوشته بودند فاجعه بود. شنبه آقا و خانم بلورنا صبح ناراحت کننده ای را شروع کردند. نه به خاطر بیخوابی و تکانهای شب قبل در قطار، نه به خاطر روزنامه که هر جای دنیا هم باشی دست از سرت بر نمی دارد، نه به خاطر تلگراف‌های پر از ابهام از طرف دوستان. به خاطر بازرس پترهاخ که صبح خیلی زود زنگ زده بود. لحن پترهاخ زیاد دوستانه نبود. عمر دوستی پترهاخ و آقای بلورنا حدود 24 سال میشد. آنها با هم به دانشگاه رفته و کار کرده بودند. پترهاخ به آقای بلورنا گفت: بازجویی‌های کاترینا تموم شده. نمیتونم درباره دادگاهی شدن یا نشدنش چیزی بگم. کاترینا بیشتر از وکیل به کسی احتیاج داره که بهش تکیه کنه. بلورنا زودتر از اینها منتظر تماس تلفنی دوستش پترهاخ بود. آنها دوستان قدیمی بودند. حقش این بود زودتر تماس می‌گرفت و اطلاعات خوبی به او میداد. اما پترهاخ حتی به سوالات بیشتر بلورنا جواب نداد. آنها برای صحبت‌های بیشتر بعد از ظهر همان روز در یک موزه قرار گذاشتند. از وقتی کاترینا دچار مشکل شده بود، دیگر به خانه آقا و خانم بلورنا نمی‌رفت. نبودن کاترینا نظم خانه آنها را برهم زده و خانواده را ناراحت و سردرگم کرده بود. آقای بلورنا مدام میپرسید چه رابطه‌ای بین پرونده کاترینا با گوتن هست؟ چرا پلیس سعی داره به هم ربطشون بده؟ فقط به خاطر یه قرار؟ آخه کاترینا چطور تونسته بود گوتن رو فراری بده؟ هر بار سوالات رو میپرسید، خانم بلورنا همراهیش نمی‌کرد. آقای بلورنا بارها و بارها پرسید و خانم بلورنا ساکت به روبرو خیره میشد. آقای بلورنا هم دوباره روزنامه را می‌خواند و هر بار به خاطر جعل حرفایش عصبانی تر میشد. بالاخره خانم بلورنا گفت: میخوام یه چیزی بهت بگم. راستش فکر میکنم مقصر اصلی فرار گوتن منم. میدونی من نقشه کامل کانال کشی ساختمان‌های مدرن رو تو اتاقم دارم. ازشون برای کارام استفاده میکنم. هر بار که کاترینا میومد توی اتاق کار همینجوری به نقشه ها نگاه میکرد. براش خیلی جالب بودن. منم براش توضیح دادم هر کدوم از راه‌ها چقدر ارتفاع دارند، کجا میشه وایساد، کجا باید خزید. حتی میخواستم یک کپی از نقشه ها رو بدم بهش. خوب شد ندادم. اگه پلیس نقشه رو تو آپارتمان کاترینا پیدا میکرد بدبخت میشدیم. به هر حال علاقه کاترینا به نقشه ها بالاخره یه جایی به دردش خورد. شاید آقای مهمان هم از همین راه رفت آمد میکرده. آقای بلورنا به همسرش توصیه کرد راز نقشه ها را پیش خودش نگه دارد و بیشتر از این مایه دردسر خودشان و کاترینا نشوند. خانم بلورنا گفت: حواسم هست. در ضمن حدس میزنم آقای مهمان همون آقای الویز خودمون باشه. الویز تا نیم ساعت دیگه میاد اینجا. گمونم باهاش درگیر بحث بشیم. نگرانم دوستی قدیمیمون تموم بشه. الویز خیلی از آبروش میترسه. روزنامه‌ها بفهمن براش زندگی نمیذارن. آخه الویز متأهل 4 بچه داره. آقای بلورنا گفت: امکان نداره الویز همون آقای مهمان باشه. آخه چرا همچین فکری میکنی؟ خانم بلورنا با وسواس و دقت فراوان توضیح داد: ببین، تا حالا دقت کردی با چه ذوق و شوقی با کاترینا حرف میزنه و رفتار میکنه؟ یادت چطور پیش دستی میکرد کاترینا رو برسونه خونش؟ وقتی کاترینا ماشین خرید خیلی ناراحت شد. عاشق کاترینا بود. خب چرا که نه؟ کاترینا هم زیباست هم محجوبه. آقای بلورنا گفت:
کاترینا زن خوبیه. راستش من دوست ندارم به وجود آقای مهمان فکر کنم. به خاطر احترام به خود کاترینا دلم نمیخواد اینجوری فکر کنم. بهتر بگم به خاطر ترس از چهره معصومش، به خاطر رفتار سرد و گاهی وقتا هم صمیمانه‌اش، به خاطر کمکاش به زندگیمون. اینا باعث میشن برای من قابل احترام باشه. من نمیخوام رویاهاش رو خراب کنم. اگرم بفهمم الویز همون آقای مهمانه، فک الویز رو خورد میکنم. خانم و آقای بلورنا مشغول صحبت بودند که آقای الویز وارد خانه‌شان شد. باید بگویم آقای بلورنا با مشت به فک الویز نکوبید. به هر حال کسی طرفدار خشونت نیست. البته محیط گرم و صمیمی هم نبود، چون خانم بلورنا نتوانست جلوی زبانش را بگیرد و از دور گفت درود بر آقای مهمان. آقای بلورنا الویز را به اتاق کارش دعوت کرد و از خانم بلورنا خواست آنها را تنها بگذارد. الویز گفت خیلی عجولی بلورنا، یه ساعت تحمل نکردی مه تموم بشه با هواپیما برگردی. اگه با هواپیما می اومدی ساعت 6 می رسیدی. حداقل قسمت‌های مهم بازجویی رو از دست نمیدادی. البته الانم به موقع اومدی. به هر حال کمکت لازمه. بلورنا گفت من علیه روزنامه‌ها نمیتونم کاری کنم. الویز حرفش را قطع کرد و گفت میترسم روزنامه‌ها من رو به خرابکارا ربط بدن. برام مهم نیست علاقم به کاترینا لو بره. با جواهرات و هدیه‌هایی که بهش دادم امکان داره خیلی زود لو برم، ولی برام مهم نیست. یکی از مشکلاتم تودکس خبرنگاره. تو روزنامه‌های دیگه هم با اسم مستعار گزارش می‌نویسه. چیزایی می‌نویسه که تو روزنامه خودشون اجازه نوشتنش رو نداره. کاترینا بهش قول مصاحبه جنجالی رو داده. یه ساعت پیش فهمیدم. تو در جریان هستی؟ نه، از هیچ چی خبر ندارم. کاترینا یه ساعت پیش به روزنامه تلفن زده و با تودکس قرار مصاحبه گذاشته. ببین، تو میتونی هرچی دلت خواست به من بگی از اعتمادت سوء استفاده کردم و عاشق خدمتکارت شدم. آره، من واقعا عاشقشم، ولی کاترینا اجازه نمیده کمکش کنم. حتی حاضرم به پلیس بگم که آقای مهمان منم، ولی میدونم کاترینا هر کمکی رو رد میکنه. بلورنا گفت برای مقابله با روزنامه چی؟ نمیتونی کمکش کنی؟ فعلا در مورد روزنامه‌ها سختگیری نکن. موضوع دیگه‌ای هست که باید بهت بگم. راستش برای همین اومدم. به کمکت احتیاج دارم. 6 ماه پیش به زور کلید ویلام رو دادم به کاترینا، ولی کاترینا هیچ وقت اونجا نرفت. مطمئنم کلید رو داده به گوتن. حتما گوتن تو ویلای من پنهون شده. میترسم پلیس جاش رو پیدا کنه. میترسم پلیس فکر کنه با گوتن هم دستم. خب به ویلات زنگ بزن. ببین گوتن اونجا هست یا نه. تو فکر میکنی اگه باشه گوشی رو برمی‌داره؟ پس باید به پلیس تلفن بزنی. راه دیگه ای نداری. برای اینکه مشکل بزرگتری برات پیش نیاد خودتو معرفی نکن. فقط بگو فکر میکنی گوتن کجاست. وقتی گوتن تو ویلای من پیداش بشه، یعنی من هم دست خرابکارام، من میشم تیتر اول روزنامه‌ها. ولی یه فکری دارم. تو به عنوان وکیل به اموالم سر بزن. بعد اتفاقی گوتن رو میبینی و به پلیس خبر میدی. تو این وضعیت بین مسافرت نیمه تمومم و قضیه کاترینا و اموال تو سر بزنم؟ فکر میکنی پلیس احمقه؟ مثلا رفتم ببینم یخچالت کار میکنه یا نه، شیشه ها سالمن یا شکستن؟ واقعا فکر میکنی کار عاقلانه‌ایه؟ وقتی خبرنگارا کوچکترین حرکت من رو زیر نظر دارن، برم ببینم درختای گیلاس شکوفه زده یا نه؟ من به عنوان یه وکیل و دوست ازت خواهش میکنم این کارو بکنی. این یه مسئله شخصی نیست، یه مسئله اجتماعیه. پای مرگ و زندگی در میونه. همان موقع خانم بلورنا وارد شد. رادیوی روشنی در دست داشت. با اضطراب گفت ساکت. گوتن همین چند دقیقه پیش دستگیر شد تو ویلای تو الویز. داشته تو استخر شنا می‌کرده. وقتی پلیس ها رو دیده تیراندازی کرده. خودش هم تیر خورده ولی زنده است. اولین چیزی که گفته بیگناهی کاتریناست. گفته یه رابطه عاشقانه چند ساعته بود و اتهاماتش هیچ ربطی به کاترینا نداره. البته هنوز راجع به الویز چیزی نگفته. الویز، به نظرم بهتره بری پیش زنت. آقای مهمان زنت شدن ارزشش بیشتره. الویز خشمگین مقابل خانم بلورنا بلند شد. آقای بلورنا آرامش کرد. الویز گفت تا حالا زنی به بی‌ادبی تو ندیدم. البته حرفای دیگری هم زد که من نباید آنها را بگویم. و بعد خانه بلورنا را ترک کرد. آقای بلورنا با همسرش به خاطر رفتارش با میهمان دعوا کرد. خانم بلورنا هم وسط حرفش پرید و گفت ببین الویز مهم نیست. مادر کاترینا دیشب مرد. همین الان خبر. صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا. مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا.
فصل 4. زن خدمتکاری به خبرنگاری شلیک کرده. این اتفاق وحشتناک و بسیار ناگواری است. نظریه‌های بسیاری درباره تصمیم کاترینا برای قتل توتکس خبرنگار روزنامه وجود دارد. عده‌ای معتقدند روزنامه جمعه باعث قتل شد. عده‌ای تلفن‌های تهدیدآمیز و نامه‌های کذایی را انگیزه اصلی قتل می‌دانستند. این نظریه‌ها هرچه باشد مهم نیست. مهم این است که خشم و نفرت به تدریج در وجود کاترینا جمع شده بود. روزنامه فوق‌العاده روز یکشنبه و اظهارات شوهر سابقش هم خشمش را بیشتر کرد. کاترینا روزهای سختی را پشت سر گذاشته بود. بدبختی‌های دوران کودکی، زندگی با شوهر سابقش، مادر معتاد به الکل که باعث نااهل شدن برادرش شده بود. همه اینها کاترینا را آسیب پذیر کرده بود. مگر گوتن جای امنی پیدا نکرده بود؟ مگر قول نداده بود او را با خود ببرد؟ مگر وضع مادی کاترینا بد بود؟ مگر دوستان خوبی مثل خانواده بلورنا، آقای مهمان و خانم ولترزهایم نداشت؟ همه اینها خوشحال کننده است، نه غم انگیز، اما بود، غم انگیز بود. اجازه می‌خواهم بین تمام حوادث غم انگیزی که درست وسط آن قرار داریم درباره کسانی بگویم که پایشان در این ماجرا هاست، بدون آنکه کسی بداند. شاید الان وقت آن باشد تا یک بار برای همیشه درباره این آدم‌ها حرف بزنیم. افرادی هستند که به واسطه شغلشان به چنین رویدادهای وصل می‌شوند و اتفاقاً اجازه ورود هم دارند، مانند مأموران آگاهی و قضایی. اما داخل همین مأمورها، آنهایی که اجازه استراق سمع از متهم یا مجرم را دارند، تکلیفشان چیز دیگری است. درست است، کسانی که یواشکی به گفتگوهای تلفنی دیگران گوش می‌دهند، حتی اگر خودشان به این کار علاقه نداشته باشند، به خاطر حقوق خوبش مجبورند این کار را بکنند. این کارمند وقتی صداها را میشنود چه فکری میکند؟ چه تأثیری بر او میگذارد؟ وقتی کسی با وقاحت با زنی مثل کاترینا بلوم مظلوم صحبت میکند، آیا آن مأمور دچار هیجانات روحی نمیشود؟ احساس تنفر میکند یا همدردی؟ از این تهدیدها لذت میبرد یا ناراحت میشود؟ کارمند بیچاره‌ای که با استراق سمع تلفنی لقمه حلال به دست میآورد، او حتی گاهی صدای ناشناسی را از پشت تلفن میشنود که به سردبیر روزنامه میگوید تمام مورد الف حذف بشه، هرچه راجع به بدارین رو بشه. یک استراق سمع کننده از همه جا بیخبر از کجا بداند منظور از الف الویز است و منظور از ب آقای بلورنا؟ یعنی نباید در روزنامه فوق‌العاده روز یکشنبه چیزی از الویز نوشته شود، ولی هرچه درباره آقای بلورنا می‌دانید بنویسید، حتی او را رسوا و بیچاره کنید. خیلی از حوادث در برابر ما اتفاق می‌افتند، ولی ما از خیلی چیزها هم خبر نداریم. با این نوارها به رابطه عاشقانه خانم ولترزهایم و نامزدش آقای کنراد هم می‌شود پی برد. البته آنقدر خصوصی هستند که حرفی از آن نمی‌زنم. خیلی از آدم‌ها نمی‌توانند تلپاتی کنند، بنابراین مجبورند از تلفن استفاده کنند. فکر می‌کنند مطمئن‌ترین وسیله است. آیا مدیرانی که کارمندان خود را به استراق سمع مجبور می‌کنند از زیان‌های روانی آن آگاهند؟ در این دنیا به همه شغل‌ها فکر می‌شود، اما هیچ کس به فکر نیروی ملی میهنی استراق سمع نیست. آیا کلیسا نباید در این باره دخالت کند؟ چرا پاپ سکوت کرده است؟ هیچ کس فکر نمی کند گوشهای کارمندان بیگناه همه چیز را باید بشنود، از دستور قضا گرفته تا وقیح ترین مسائل. خیالم راحت شد. آنچه گفتم حقیقتی بود که هیچ وقت مجال گفتنش پیش نمی آید.
برمیگردیم به داستان. قول داده بودم از خونریزی جلوگیری کنم. سر قولم هستم. ولی قتل مادر کاترینا را چه کنم؟ بله، در قتلش عمدی نبوده، اگرچه به مرگ طبیعی هم نبوده. قاتل قصد کشتن او را نداشته، ولی او را کشته. قاتل کیست؟ بله، درست است. او تودکس خبرنگار است. تودکس روز پنجشنبه به بیمارستانی که مادر کاترینا در آن بستری بود رفت. به او اجازه ملاقات ندادند. دکتر گفت بیمار از عمل سخت سرطان جان سالم به در برده. باید استراحت کند. هر هیجانی باعث مرگش می شود. در همان موقع تودکس متوجه حضور کارگران نقاش شد. آنها به راحتی در بیمارستان رفت آمد می کردند. تودکس از حقه ساده استفاده کرد. لباس کارگران را پوشید، سطل رنگی به دست گرفت و وارد اتاق مادر کاترینا شد. او ماجرای پیش آمده برای کاترینا را کامل برای مادر بیمار تعریف کرد. ولی مادر کاترینا گوتن را نمی شناخت. فقط زیر لب زمزمه کرد: چرا باید همچین اتفاقی بیفته؟ چرا باید اینطوری تموم شه؟ و تودکس از زبان او در روزنامه نوشت: بله، همینطوری هم باید تموم می شد. تودکس در توجیه کارش می گوید در روزنامه نگاری این کار رسمه. باید به افراد ساده در کامل کردن جمله هاشون کمک بشه. با اینکه خود تودکس ادعا می کند به بیمارستان رفته، ولی نمی توان به این حرف اطمینان کامل داشت. شاید این جمله ها را از خودش ساخته تا بگوید در روزنامه نگاری نابغه است. پزشک بیمارستان باورش نمی شود تودکس اینقدر بی وجدان باشد که به مریضی بدحال چون این خبرهایی را بدهد. نقاشان بیگناه هیچ گونه مسئولیتی در این مورد ندارند. قطعاً نباید حیثیت کارگران را لکه‌دار کرد. از طرفی کسی نمی تواند اطمینان بدهد کارگران نقاش‌های واقعی بودند یا نه. پزشک بیمارستان می گوید روزنامه رو به خاطر نقل قول اشتباهش از مادر کاترینا میکشونم به دادگاه، جنجال به پا میکنم. کار روزنامه غیر انسانی و وحشتناک بوده. اما تهدید او هم فقط حرف بود، عملی نشد. مثل تهدید آقای بلورنا که میخواست فک الویز را خرد کند. بعد از ظهر شنبه بود. وقتی کاترینا خبر مرگ مادرش را شنید، با خانم ولترزهایم، آقای کنراد و خانواده بلورنا به بیمارستان رفت. به نظر خیلی ناراحت نمی آمد. کاترینا گزارش‌های روزنامه و مصاحبه تودکس با مادرش را به پزشک بیمارستان نشان داد. پزشک گفت این آدما قاتل حرفه‌این. انگار وظیفه شده با آبرو و سلامتی آدمای بیگناه بازی کنن. کاترینا از پزشک خواست او را به سردخانه بیمارستان ببرد. وقتی به سردخانه رسیدند، پارچه را از روی جسد کنار زد. کاترینا آرام گفت: بله، مادرمه. خواهر روحانی از کاترینا خواست برای مادرش دعایی بخواند، ولی او گفت: نه، نمیتوانم. و بعد پارچه را روی صورت مادرش کشید. از خواهر روحانی تشکر کرد و بیرون رفت. موقع خارج شدن از سردخانه گریه‌اش گرفت. اول آرام، ولی بعد با شدت بیشتری اشک ریخت. شاید یاد پدرش هم افتاده بود. آخرین بار در 6 سالگی پدرش را در سردخانه دیده بود. خانم ولترزهایم تا به حال کاترینا را در چنین حال و روزی ندیده بود. کاترینا قبل از خروج از بیمارستان از مسئولان خواست به برادرش تلگراف بزنند و خبر مرگ مادرشان را به او بدهند. خانم ولترزهایم پیشنهاد داد همه به کافه‌ای بروند تا کمی آرام شوند. خیلی اتفاقی به کافه‌ای رفتند که کاترینا در کودکی آنجا کار می‌کرد. وقتی به کافه رسیدند، کاترینا نتوانست جلوی گریه‌اش را بگیرد. حتی خانم بلورنا هم گریه می‌کرد. مسئول کافه هنوز کاترینا را می‌شناخت. او با رفتاری گرم از همه استقبال کرد. آقای بلورنا همانجا در کافه به پترهاخ تلفن کرد و قرار ملاقاتشان در موزه را کنسل کرد. او دیگر نمیخواست حرف جدیدی درباره پرونده بشنود. آقای بلورنا علت مرگ مادر کاترینا را به پترهاخ توضیح داد. پترهاخ هم آرامتر و دوستانه‌تر از صبح بود. بنابراین خیلی نرم گفت: از طرف من به کاترینا تسلیت بگو.
فعلا گرفتار بازجویی گوتنم. تا حالا هیچ مورد اتهامی علیه کاترینا به دست نیامده. گوتن خیلی عاشقانه از کاترینا حرف میزنه. جالبه، اصلا عشقش رو کتمان نمیکنه. البته امکان ملاقات کاترینا با گوتن وجود نداره، چون این درخواستی از نظر قانونی بی‌اعتباره. به کاترینا بگو از دست من ناراحت نباشه. کاترینا تمام عصر و غروب غمگین بود. بارها روزنامه را خواند و به گزارش‌ها فکر کرد. دوستانش برای آنکه به کاترینا کمک کنند از او خواستند درباره رابطه‌اش با الویز بگوید. شاید اگر در جریان قرار می‌گرفتند راه‌های بهتری پیدا می‌کردند. کاترینا هم صادقانه تعریف کرد. یه روز غروب آقای الویز من را از خونه آقای بلورنا به آپارتمانم رسوند. من مخالف بودم ولی تا جلوی در آپارتمان با من اومد. موقعی که می‌خواستم در رو ببندم آقای الویز پاش رو جلوی در گذاشت تا بسته نشه. با پررویی می‌خواست خودش رو به من نزدیک کنه. وقتی ناامید شد رفت. دفعه بعد برام گل و نامه و انگشتر فرستاد. چند بار هم به زور وارد آپارتمانم شد. آخر سر هم کلید ویلاش رو گذاشت و رفت. این همه قضیه من با الویزه. من نمیتونستم راجع به الویز چیزی بگم چون کسی حرفم رو باور نمی‌کرد. هیچ کس باور نمی‌کرد من دوست نداشتم با الویز ملاقات کنم. الویز ثروتمند، خوش‌تیپ و باسواده. کی باور می‌کرد یک کارگر ساده دست رد به سینه‌اش بزنه؟ این ماجرا چندشاورترین حادثه زندگیمه. البته بعدم نشد چون کلید ویلاش به درد گوتن خورد. البته کلید نه، آدرس ویلاش، چون گوتن بدون کلید هم میتونست وارد بشه. گوتن به من گفته بود پلیس به خاطر سرپیچی از فرمان ارتش دنبالشه. منم خوشحالم که کمکش کردم. موقعی که راه فرار رو بهش نشون دادم نمیدونستم پلیس بیرون در وایساده. حالا هم خوشحالم که دستگیر شده چون دیگه نمیتونه کارای احمقانه بکنه. غروب شنبه همه چیز در آرامش نسبی بود. همه آرام بودند. حتی کاترینا هم آرام بود. کاترینا هرچه میدانست به دوستانش گفته بود. دیگر نقطه تاریکی نمانده بود. از طرفی گوتن دستگیر شده بود. بازجویی از کاترینا هم تمام شده بود. مادر کاترینا هم پس از بیماری طولانی فوت کرده بود. خیلی چیزها دیگر تمام شده بود. موقع خداحافظی کاترینا و دوستانش از کافه، رئیس کافه گفت سربلند باشی کاترینای عزیز. یادت باشه همه درباره تو بد فکر نمی کنن. این جمله خیلی تسلی بخش نبود اما تا حدودی کاترینا را آرام می کرد. همه تصمیم گرفتند شام را در خانه آقای بلورنا بخورند. آنها اجازه ندادند کاترینا هیچ کاری بکند. خانم ولترسهایم خودش شام را آماده کرد. اگر آن روز کسی فوت نکرده بود و کس دیگری دستگیر نشده بود، شب فوق‌العاده‌ای میشد. هین شام آقای بلورنا سعی کرد کاترینا را از مصاحبه با تودکس منصرف کند، اما نتوانست. البته بعدها پشیمان شد که چرا بیشتر به او اصرار نکرد. هرچند مطمئن نبود کاترینا تصمیم قتل را همان شب گرفته باشد یا نه. شاید هم روزنامه فوق‌العاده یک شنبه باعث چنین تصمیمی شده بود. بعد از صرف شام کاترینا، خانم ولترسهایم و نامزدش کنراد از خانواده بلورنا خداحافظی کردند و به خانه کاترینا رفتند. خانم و آقای بلورنا پس از رفتن آنها نقشه مسافرت جدیدشان را کشیدند. بعد هم آقای بلورنا از همسرش خواست دیگر هیچ وقت الویز را آقای مهمان صدا نکند چون این اسم روح همه را آزار می‌دهد. کاترینا شب را در آپارتمانش گذراند. همه چیز آرام بود. او حتی یک بار لباس زنانه عربی را بر تنش امتحان کرد. کوکهایش را محکم دوخت. کمی با خانم ولترسهایم و آقای کنراد نشستند و رادیو گوش کردند. بعد هم خوابیدند. صبح یکشنبه وقتی ولترسهایم از خواب بیدار شد، میز صبحانه بسیار زیبایی چیده شده بود. کاترینا با اشتهای فراوان صبحانه می‌خورد و روزنامه فوق‌العاده یکشنبه را می‌خواند. صفحه اول روزنامه مربوط به گوتن بود. مخفی شدن عشق کاترینا بلوم در ویلای یک سرمایه‌دار. بقیه صفحات روزنامه پر از عکس بود. عکس کاترینا به عنوان یک زن مذهبی، عکس پدرش به عنوان اسیری که از جنگ برگشته، مادرش با چهره‌ای خسته و بیمار جلوی خانه‌شان، بیمارستانی که شب گذشته در آنجا فوت کرده بود. عکسی از خانم و آقای بلورنا هم در کنار خانه‌شان بود.
زیر عکس‌های خانواده کاترینا نوشته شده بود: این زن مرموز یعنی کاترینا بلوم همچنان آزادانه زندگی می‌کند. نخستین قربانی او مادرش است. مادرش نتوانست شوک فهمیدن فعالیت‌های خرابکارانه دخترش را تحمل کند. او با اینکه می‌دید مادرش در بستر مرگ است ولی بیخیال بود. کاترینا فقط به دنبال احساسات عاشقانه‌اش با دزدان و قاتلان در کارناوال هاست. او حتی برای مرگ مادرش قطره‌ای اشک نریخت. چرا کاترینا تا این اندازه سرد و بی احساس است؟ آیا پدر کاترینا به دروغ گفته بود در جنگ صدمه دیده؟ چرا برادرش جانی شد؟ هنوز معلوم نشده درآمد بالای کاترینا از چه راهی بوده. ولی واضح است که او در فرار جانی بزرگ یعنی گوتن شرکت داشته. او از اعتماد آقای الف سوء استفاده کرده تا ویلای او را مرکز عملیات خود کند. در واقع آقای مهمان وجود ندارد، بلکه او خود خانم مهمان است. او خود را به زور با آقای الف تحمیل کرده تا خانواده ای را به هم بریزد، تا همسر آقای الف و فرزندانش را بی سرپرست کند. گوتن سعی دارد کاترینا را بیگناه جلوه دهد. پلیس تا کی می‌خواهد این حرف‌ها را باور کند؟ آیا روش بازجویی پلیس بیش از حد ملایم نیست؟ زیر عکس خانواده بلورنا هم نوشته بود: کاترینا بلوم به تنهایی در خانه آنها کار می‌کرده. از 7 صبح تا 5 بعد از ظهر. خانم و آقای بلورنا به او اعتماد می‌کردند. وقتی آنها نبودند، چه اتفاقاتی در آن خانه می‌افتاد؟ رابطه آنها با کاترینا بسیار صمیمی است. خانم بلورنا معمار معروفی است، اما او در این مسئله چه نقشی دارد؟ چه کسی نقشه راه‌های مخفی خانه‌های مدرن را به کاترینا داده است؟ معلوم است خانم بلورنا، بار دیگر میگوییم، کاترینا بلوم و گوتن در آن مهمانی جوری با هم صمیمی بودند که انگار سالهاست یکدیگر را میشناسند. این یک برخورد اتفاقی نبوده، بلکه دیدار. صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا. مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir فصل 5. تودکس در روزنامه فوق‌العاده یکشنبه گفته بود کاترینا قاتل مادرش است. حتی سعی داشت کاترینا را دزد کلید ویلای الویز جلوه دهد. می‌دانید که روزنامه‌ها حتی می‌توانند روی افراد روشنفکر هم تأثیر بگذارند. هیچ کس فکر نمی‌کرد روزنامه بی‌ارزش و جنجالی تودکس در عصر یکشنبه خواننده‌ای داشته باشد. احتمالاً مردم ترجیح می‌دهند روزنامه‌های معتبرتری بخوانند. به خاطر همین خانواده بلورنا فکر نمی‌کردند روزنامه یکشنبه مطلب تازه‌ای نوشته باشد. آنها فکر می‌کردند همه چیز تمام شده است. فقط نگران مصاحبه تودکس با کاترینا بودند. اما مردم عاشق جنجالند، حتی اگر هیجان در روزنامه کم اعتبار در عصر یکشنبه باشد. ظهر بود. خانم ولترزهایم به خانم بلورنا تلفن زد. او مطالب روزنامه را برایش خواند. خانم بلورنا به حواس پنجگانه‌اش شک کرد. فکر می‌کرد همه اینها را در خواب می‌شنود. وقتی خانم ولترزهایم برای بار دوم مطالب را برایش خواند، خشم خانم بلورنا کنترل نشدنی بود. داد و هوار کرد. آماده شد تا به دفتر روزنامه برود و آنجا را به آتش بکشد. البته آقای بلورنا جلویش را گرفت و آرامش کرد. عجیب است. او زنی تحصیل کرده است. سخنرانی‌های زیادی در سراسر دنیا داشته. فردی شناخته شده و مشهور است. چرا تصمیم می‌گیرد دفتر روزنامه را آتش بزند؟ آیا اخبار پی در پی دروغ جنون نمی‌آفریند؟ حتی در آدم‌های روشنفکر و بزرگ؟ البته این فقط یکی از نتایج روزنامه فوق‌العاده عصر یکشنبه بود. بله، افراد تحصیل کرده هم ممکن است وجودشان از تنفر پر شود و نقشه‌های خشونت بار بکشند. در همان ظهر یکشنبه، کاترینا به طور ناشناس به کافه‌ای رفت. کافه پاتوق خبرنگاران و روزنامه نگاران بود. کاترینا 1.5 ساعت آنجا ماند تا درباره تودکس اطلاعاتی به دست آورد. بعد به آپارتمانش برگشت و منتظر تودکس شد. قرار بود تودکس برای مصاحبه به خانه کاترینا برود.
1 ربع بعد از آن تودکس رسید. احتیاجی به توضیح دادن نیست. شما قصه را می دانید. کاترینا به تودکس شلیک می کند. در مورد جزئیات قتل صبر می کنیم تا خود کاترینا صحبت کند. آقای بلورنا به عنوان وکیل کاترینا بلوم خیلی زود تحقیقاتش را شروع کرد. تحقیقاتی واقعی و بر پایه عدالت، نه به آن شیوه که تودکس در روزنامه زردش می نوشت. او به سفر 1 روزه رفت تا کشیش را ببیند. همان کشیشی که در روزنامه علیه کاترینا و خانواده‌اش ادعاهایی کرده بود. کشیش ادعا می‌کرد پدر کاترینا کمونیست بوده. دلیل این ادعا را نمی‌دانست. فقط می‌گفت احتیاجی ندارم دلیلش رو بدونم. حس شامم میگه پدر کاترینا کمونیست بوده. همین حس به من میگه کاترینا هم کمونیسته. درباره ارتباط حس شامه با افکار سیاسی توضیحی نمی‌دهم، چون خودم هم چیزی از آن نمی‌دانم. آقای بلورنا از کشیش خواست حالا که نمیتونین حس شامه رو توضیح بدین، حداقل بگین چه بویی میده. کشیش از این حرف ناراحت شد. او با داد و فریاد پرسید مگه تو کاتولیک معتقد نیستی؟ پس بدون هیچ سوالی باید حرفهای من رو بپذیری. زمانی که کاترینا و خانواده‌اش در ده کشیش زندگی می‌کردند، خانواده محبوبی نبودند. کشیش حرفهای بدی راجب مادر کاترینا می‌زد. مادرش یه بار از کلیسا دزدی کرده. همه میدونن برادرش جانیه. پدرش هم کمونیست بوده. تحقیقات بلورنا از ده کاترینا بیفایده بود. در آخر کشیش او را هم کمونیست نامید. یکی از اهالی به بلورنا گفت اعتراف کنین که شما هم کمونیست هستین. همسرتونم یک کمونیست 2 آتیش است. در اداره پلیس آقای بلورنا اصرار داشت کاترینا و گوتن را نامزد جلوه دهد. با چنین دلیلی اصرار داشت ملاقات کاترینا و گوتن را فراهم کند. بلورنا می‌خواست کاترینا ماجرا را اینطور تعریف کند: باید بگی شنبه تودکس رو دعوت کردی تا یک شنبه درباره دلخوری‌هات بهش بگی، در مورد شایعات زندگی خودت و مادرت. صبح یک شنبه وقتی مطالب روزنامه رو خوندی تصمیم گرفتی بترسونیش، نمیخواستی بکشیش. باید بگی هر کسی ممکنه به قتل فکر کنه. بگو برای انجامش نقشه نکشیدی، فقط خواستی بترسونیش. اما چیزی که بلورنا را ناراحت می‌کرد پشیمان نبودن کاترینا بود. او کوچکترین احساس ناراحتی نداشت، حتی تا حدودی خوشحال هم بود. دادستان برای کاترینا تقاضای 15 سال زندان کرده بود. با تلاش‌های بلورنا احتمالاً فقط 7 تا 10 سال آن تایید می‌شد. کاترینا از همان روزهای ورود به زندان زندانی نمونه شده بود. او در آشپزخانه که زندان کار می‌کرد. قرار بود اگر دادگاه اصلی به تأخیر بیفتد در بخش حسابداری زنان هم کار کند. منضبط بودن کاترینا برای همه ترسناک بود، هم زندانیان و هم کارمندان. هیچ جا از انضباط با برنامه‌ریزی دقیق استقبال نمی شود. پترهاخ به طور محرمانه درباره رأی دادگاه گوتن به بلورنا خبر داد. پترهاخ گفت اتهام قاتل بودن گوتن رد شده. حتی از بانک هم دزدی نکرده. فقط جرمش اینه که از سربازی فرار کرده. ظاهراً حقوق 2 تا گروهبان رو هم حیف و میل کرده. همین. در ضمن چند نفری هم که از ویلا باهاشون تماس گرفته بوده هم دستاش نبودن. با افسرهای پلیس و رئیس روزنامه تماس میگرفته. جنجالای الکی پلیس براشون رسوایی بزرگیه. فوقش به گوتن 8 تا 10 سال زندانی بدن. آقای بلورنا گفت وقتی از زندان بیرون بیان گوتن 34 ساله است و کاترینا 35 ساله. شنیدم کاترینا نقشه‌های زیادی برای آیندهش کشیده. میگه سرمایه‌اش تا 7-8 سال دیگه زیادتر میشه. میخواد توی یه شهر دیگه رستوران بزنه. از دادستان پرسیدند شما که از پنجشنبه میدونستید گوتن کجا مخفی شده چرا دستگیرش نکردید؟ چرا تا شنبه آزاد گذاشتینش؟ دادستان خندید و گفت گوتن راه فراری نداشت. ویلا تو جنگل بود و از بلندی‌ها زیر نظر داشتیمش. وزارت کشور هم از همه چی خبر داشت. موافقت کرد فعلا دستگیرش نکنیم. یه دسته سرباز رو با بالگرد بردیم جنگل. همه روی بلندی‌های اطراف پخش شدن. مهمترین مسئله ما دستگیری گوتن نبود. ما می‌خواستیم دوستاش رو پیدا کنیم. البته از روزنامه‌ها هم متشکریم. تو کشف خیلی از جزئیات کمکمون کردند. روزنامه‌ها به روش خودشون عمل می‌کنن. پایبند مقررات دست و پاگیر نیستن. مثلا فهمیدن خانم ولترزهایم هم مثل کاترینا چندان وضع خوبی نداره. فرزند نامشروع زن کارگر بدنامیه. مادرش هم هنوز زنده است. پدرش هم کارگر و عضو حزب کمونیست بوده. گویا 2 سال بعد از تولد خانم ولترزهایم به شوروی میره و سربنیست میشه.
اما دیگر هیچ کدام از اظهار نظرهای بیفایده اهمیتی نداشت. دور از همه اینها کاترینا در زندان برای آیندهش نقشه می‌کشید. ولی خانم ولترزهایم به خاطر اهانت به پدر و مادرش خیلی ناراحت بود. او دچار دشمنی پنهانی با جامعه شده بود. شغل او درست کردن غذای مهمانی‌ها و جشن‌ها بود. با چنین اخباری احساس خشمش به همه بیشتر شده بود. حتی مهمان‌ها، چه مهمان‌های خارجی، چه روزنامه‌نگارها، چه کارخانه‌دارها. میگفت یه وقتایی به زور جلوی خودم رو میگیرم که ظرف سالاد رو سر یکیشون خالی نکنم. کله گنده ها باید خودشون رو جای ما بذارن تا بفهمن چه حالی داریم. از دستشون ناراحتیم ولی مجبوریم دهنشون رو پر غذا کنیم. روزنامه‌ها شایعاتی هم درباره آقای بلورنا و همسرش نوشته بودند. شایعه شده بود بلورنا می‌خواهد از همسرش جدا شود. شایعه‌ای کاملاً بی‌پایه و اساس. این شایعه زندگی شخصی آنها را تحت تاثیر قرار داده بود. گفته بودند به خاطر مشکل مالی می‌خواهند از هم جدا شوند. درست بود. آقای بلورنا وضعیت مالی بدی پیدا کرده بود. او ضامن وام آپارتمان کاترینا هم بود. آپارتمانی که نه کسی اجاره‌اش می‌کرد نه می‌خرید. همه می‌گفتند آپارتمان بوی خون می‌دهد. در روزنامه عکسی از آقای بلورنا و ماشینش انداخته بودند. نوشته بودند کی می‌شود آقای وکیل هم اتومبیلی مانند مردم عادی سوار شود. ناراحتی‌ها یکی و دوتا نبودند. شرکت مهندسی که خانم بلورنا برای آن کار می‌کرد، او را اخراج کردند چون شایعه شده بود او نقشه ساختمان‌های مدرن را به کاترینا داده است. امان از رفقای قدیمی که هیچ وقت رفیقت نبودند. آقای الویز و شرکایش یک شرکت داشتند. شرکتی به اسم لوسترا. همون شرکتی که بلورنا کارهای وکالتش را انجام میداد. هنوز رابطه بلورنا با شرکت لوسترا قطع نشده است ولی دیگر کارهای مهمش را انجام نمیدهد. مثلا قبلا به کشورهای دیگر میرفت و قراردادهای مهم میبست. اما حالا کارهایش در سطح منطقه‌ای هم نیست. حتی در سطح محلی هم نیست. الویز با حقارت او را نگه داشته بود و تلفنی با آقای بلورنا گفته بود حواسم به شما هست. نمیذارم از گرسنگی بمیرین. چیزی که بیشتر از همه آقای بلورنا را ناراحت میکرد استفاده از کلمه شما بود. او و الویز این حرفا را نداشتند. آنها همیشه همدیگر را تو صدا میزدند. رئیس پلیس محلی که با آقای بلورنا مهربان بود گفت آقای بلورنا ماندن در شرکت الویز در شأن شما نیست. گمونم باید بیاین بیرون. همسرش با او مهربان‌تر شده بود. زبان تند و تیزش را حفظ می‌کرد ولی همچنان درباره دیگران با خشم حرف می‌زد. آقای بلورنا رفته رفته به انزوا کشیده شد. او که همیشه ظاهر آراسته‌ای داشت کم کم به ظاهرش بی‌توجه شد. کار به جایی کشید که حتی نظافت شخصیش را هم رعایت نمی‌کرد. روزنامه‌ها همچنان گهگداری راجع به او اراجیف می‌نوشتند ولی او دیگر واکنشی نشان نمی‌داد. دوستانش از خانم بلورنا خواستند بیشتر مراقبش باشد. آنها می‌ترسیدند آقای بلورنا هم روزنامه‌نگار جدید را بکشد چون پس از مرگ توتکس روزنامه‌نگار جدیدی جا پای او گذاشته بود. روزنامه‌نگار جدید همه جا آقای بلورنا را تعقیب می‌کرد. از لحظه لحظه که زندگیش عکس می‌گرفت و در روزنامه مقاله می‌نوشت. وقتی آقای بلورنا برای فروختن انگشترش به جواهر فروشی رفت، خریدار بر سر قیمت با او چانه می‌زد. زمانی که جواهر فروش با ذره‌بین به انگشتر نگاه می‌کرد، روزنامه‌نگار جدید از همان لحظه عکس گرفت و نوشت آیا او واقعاً بیپول شده یا ما را فریب می‌دهد؟ البته اتفاق خشونت‌آمیز دیگری هم افتاد و متأسفانه در محیطی عمومی. آقای بلورنا به افتتاحیه نمایشگاه نقاشی دوستش رفته بود. آقای الویز هم مهمان افتتاحیه بود. آن دو پس از مدتی طولانی یکدیگر را دیدند. آقای الویز با چهره شاد به سوی آقای بلورنا آمد.
دستش را جلو آورد تا با او دست بدهد، اما آقای بلورنا با او دست نداد. آقای الویز به زور دست او را گرفت و در گوشش گفت: خدای من بلورنا، انقدر سخت نگیر. ما نمیذاریم شما از بین بری، اما تو داری خودتو از بین میبری. و بلورنا کاری کرد که قبلا فقط حرفش را زده بود. این بار واقعا مشتی به فک الویز کوبید. الویز با صورت خونالود خودش را عقب کشید و با تمسخر گفت: تو رو میبخشم. تو رو به خاطر وضعیت بحرانیت میبخشم. آقای بلورنا هم از کوره در رفت و با الویز دست به یقه شدند. مردم سعی کردند آنها را جدا کنند. میدانیم هر کجا آقای بلورنا باشد، عکاس روزنامه هم هست. بله، او از حادثه عکس انداخت و در روزنامه نوشت: سیاستمدار مظلوم مورد ضرب و شتم بلورنای چپگرا قرار گرفت. نقاش خان نمایشگاه خون بینی آقای الویز را با برگه کاغذ خشک کرد و گفت: بفرمایید، یه اثر هنری. اسم اثر رو پایان دوستی قدیمی میذاریم. سپس زیر آن را امضا کرد و با آقای بلورنا داد و گفت: این برای شما. با فروشش یکم اوضاع مالیتون بهتر میشه. در اینجا باید بگویم هنر هم بعد اجتماعی دارد. گاهی جامعه ارزش و اعتبار هنر را مشخص میکند و از آن تعریف جدیدی میدهد. حتی شکل آن را مشخص میکند. هنر هم گاهی پیرو اخبار کذب روزنامه‌های نامعتبر است. سوالها تمام نشدنی است. چرا گاهی اخبار به جای تفاهم با جامعه در تضاد با آن است؟ چرا یک زن جوان و شاداب به یک مهمانی می رود و 4 روز بعد تبدیل به قاتل می شود؟ ما فقط گزارش می دهیم. ما مثل روزنامه نیستیم و قضاوت نمی کنیم. قضاوت هایی که باعث از بین رفتن دوستی ها می شود. ناراحت کننده ترین پایان زندگی پر از امید آقای بلورنا است. مردی با نشاط که عاشق زندگیش بود، حالا بوی بد دهان و بدنش همه جا را پر می کند. او می خواهد خانه‌اش را بفروشد و لوازم منزلش را به حراج بگذارد. همسرش به دنبال کار می گردد. او حتی حاضر است در مغازه فروشندگی کند. همه‌اش به یک دلیل: چون شما خودتان را درگیر روزنامه کرده اید، به آن بها داده اید و آن را باور کرده اید. پتر هاخ شایعه کرده بلورنا دیگر اجازه وکالت ندارد. او حتی دیگر نمیتواند وکیل کاترینا باشد. این شایعه هنوز به گوش آقای بلورنا نرسیده است. اگر بفهمد که دیگر نمیتواند کاترینا را ملاقات کند، بسیار ناراحت می شود. همه ما میدانیم آقای بلورنا کاترینا را دوست دارد. به هر حال آقای بلورنا تنها کسی است که عامل اصلی تهیه ابزار قتل را شناخت. آن فرد کنراد بود. کنراد، نامزد خانم ولترزهایم. کنراد با آقای بلورنا گفته بود: قبلا تو همین شهر رهبر نازی‌ها بودم. 2 اسلحه برام مونده بود که توی خونم مخفیشون کرده بودم. چند سال پیش اشتباه کردم، به خانم ولترزهایم و کاترینا نشون دادم. هیچ وقت فکر نمی کردم کاترینا بخواد ازشون استفاده کنه. کاترینا شنبه اومد پیشم. بهم گفت کلید خونم رو میخواد تا بره یکم تنها باشه و باقیش رو خودتون میدونید. در آخر خبر جزئیات قتل را از زبان خود کاترینا میشنویم. حقایقی از زبان خود مجرم و نه سطرهای دروغین روزنامه ها. کاترینا نوشت: صبح یکشنبه به خونه کنراد رفتم و اسلحه ها رو برداشتم. بعد به کافه‌ای که پاتوق روزنامه نگاران بود رفتم. میخواستم تودکس رو از نزدیک ببینم. میخواستم ببینم کسی که زندگی من رو نابود کرده چه شکلیه، چه رفتاری داره، چه جوری حرف میزنه. برای اینکه کسی مزاحمم نشه رفتم به آشپزخونه کافه. پیشخدمت من رو میشناخت. قبلا با هم توی یه رستوران کار میکردیم. قرار شد منم چند ساعت پیشخدمت باشم. قول داد وقتی تودکس اومد بهم خبر بده. تصمیم داشتم اگه دیدم آدم عوضیه هیچ وقت باهاش مصاحبه نکنم. 1.5 ساعت منتظر موندم ولی نیومد. اگه دیده بودمش اصلا باهاش مصاحبه نمیکردم. وقتی دیدم نیومد خیلی عصبانی شدم چون نمیخواستم بدون شناختنش باهاش روبرو بشم. ساعت 12 ظهر برگشتم خونه. آپارتمانم به هم ریخته بود. 1 رو بعد زنگ در رو زد.
تفنگ توی کیفم بود. تا در رو باز کردم روبروم وایساد. فکر میکردم طول بکشه تا برسه، ولی با آسانسور اومده بود. شبیه خوک بود. حرفی نزدم و عقب تا اتاق نشیمن رفتم. دنبالم اومد. گفت کاترینا چرا بهم زل زدی؟ وقت طلاست، بیا یه کاری بکنیم، بیا با هم بجنگیم. نزدیکتر شد. میخواست بهم تجاوز کنه. من رسیدم به کیفم. توتکس خیلی بهم نزدیک شده بود. تفنگ رو درآوردم و بهش شلیک کردم. 2 بار، 3 بار، 4 بار، شایدم بیشتر. با وقاحت تمام موقعی که میخواست به من تجاوز کنه گفت بیا بجنگیم. منم با خودم گفتم خیلی خوب بجنگیم. فکر نمی‌کرد بهش شلیک کنم. نیم ثانیه به من نگاه کرد، بعد روی زمین افتاد. تفنگ رو کنارش انداختم و زدم بیرون. برگشتم کافه. پیتر تعجب کرد چون نیم ساعتم نبود که از کافه بیرون اومده بودم. گفت فکر نکنم دیگه بیاد. گفتم به نظر منم دیگه نمیاد. بعد دوباره مشغول کار شدم. 3-4 ساعتی کار کردم و بعدش رفتم کلیسا. آخه تو زمان کارناوال تنها جایی که آرومه کلیساست. نیم ساعت تو کلیسا نشستم. به مادرم فکر کردم، به زندگی سختش، به پدرم که به همه فوش میداد ولی وقتی بهشون احتیاج داشت جلوشون تعظیم میکرد. به برادرم که همیشه چشمش به پول من بود. به کشیش ده فکر کردم که از بچگی با من بد بود. همیشه منو جلوی بچه‌ها مسخره میکرد. معلومه که به گوتن عزیزم هم فکر کردم. بعد هم به توتکس مقتول. فکر کردم کسی که هر شب بخونم زنگ میزده و مزاحمم میشده توتکس بوده. چون صداش خیلی شبیهش بود. کاش میذاشتم بیشتر دریوری بگه تا مطمئن بشم. البته فهمیدن و نفهمیدنش فایده ای نداره. حتی اگه خود توتکس نبود، دلیل مزاحمت‌های تلفنیم توتکس بود. همون موقع هوس قهوه کردم. به قهوه خونه‌ای که بچگی‌هام توش کار میکردم رفتم. صاحبش برام قهوه مخصوص درست کرد. با لحن دوستانه‌ای از روزنامه‌ها حرف میزد. تا حدی قبولشون داشت. خب گناهی هم نداشت. از کجا باید میفهمید دروغه؟ بعد پرسید تو جدی گوتن رو دوست داری؟ گفتم آره. آخرش به خاطر قهوه تشکر کردم. تاکسی گرفتم، اومدم اداره پلیس تا به قتل اعتراف کنم. اسم من کاترینا بلومه.